شما نمیتونی به من بگی مخاطب تو رو نمیپسنده. اگه مخاطب نه نه منو نه 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 میگم نمیپسنده مخاطبی پس که شبکه من و تو رو ممکنه نگاه بکنه، هر کسی مثلا ممکنه بگه به که خدا اونا هم بیشترشون هوادار منن. یعنی هوادارای من خیلی بیشتر از هوادارای مثلا ارزم به حضورت اون خواننده‌ای هستن که با شما کار میکنن. یعنی من اینو اصلا قبول ندارم. شما حالا میتونید بخوام یه آهنگایی رو سوال از من ازت بکنم. بذارید، میتونید چرا؟ آهنگایی رو از من بذارید، یا مثلا همین راجع به همین فروش آهنگا، نه به من، به همه هنرمندا میتونید خیلی کمک‌های بکنید که قبول کن. نکردی دیگه سالومه دیگه، نه من اذیتمون که نکن. من به موقعش دفاعمو کردم. ایران افتادی زندان امیر جان. من همون موقع با وجود اینکه اون موقعی بودش که خیلی با من دعوا می‌کردی و حرفای زشت می‌زدی، من همون موقع هست پست اینستاگرام اون موقع نبود، فیسبوکم، من گفتم با همه اختلافایی که الان اختلاف که من هیچ وقت اختلاف نداشتم، ولی گفتم با همه چیزایی که هست یه چیزی وقتی ناحقه ناحقه. سوار موجم هیچ وقت بر علیه وقتی بوده نشدم و قبول دارم هنرمند هستی، قبول دارم موزیکات خیلی کارت درسته. یه کسی که 7 دقیقه شعر بگه، حالا کاری به الفاظی که خیلی مواقع به کار میبری ندارم، چون من شده برای یکی از کسانی که خیلی دوستش دارم فرستادم، به من گفت رود شدی رو برای من فرستادی، گفتم به فوشاش گوش نده. ببین چی میگه. ولی اون براش عجیب بود، میگفت این آدمی که به تو اینو گفته اونو گفته. میگفتم بابا بعد در نظر بگی این بچه با چه شرایطی بوده، چجوری بزرگ شده. ببین من در این حد میشینم تو رو روانکاوی میکنم و میشناسم، سعی میکنم بفهممت. خب سالم جان، این قضیه، اولا یه چیزی بگم راجع به توهینایی که من به شما کردم، قبول دارم. ولی من یه آدم من یه آدم صفر و صدی ام. یعنی یا با یکی که با من سر ناسازگاری داره خیلی بدم و اصلا تعارف هم ندارم، بدترین توهینا رو بهش میکنم، یا یه کسی که با من سر سازگاری داره به من احترام میذاره، منم از اون ور سلطان صداش میکنم و بیشترین احترام میذارم. خب این صفر این صفر و صدیه که ببخشید من گل کشیدم الان که مغزم شاید نشم سرفه میکنم. اینه که اینو قبول دارم که صفر و صدم و همه منو میشناسن این مدلی هم. ولی این صفر و صد رو شما خودتون تعیین کردید. با همین که اجازه بده من قبول نکنم، چون شما رسانه دارا حتما منتظرید یکی بمیره یا بیفته زندان بعد حمایتش کنید. این که یارو مرده یا افتاده زندان حمایتش کردید که عزیز من مهم نیست. مهم اینه که شما چیکار کردید که اون نیفته زندان هستن. آخه میدونی خب شما شرایط شما هم در نظر بگیر امیر جان. ببین من الان ببخشید روک دارم حرفامو میزنم. اون موقع جمهوری اسلامی اومد بهت گفت بی برو نمیدونم چی انرژی هسته‌ای رو بخون، تو شرایط مجبور شدی بری بغل دست رئیسی بشینی. خب همه اینا رو هم در نظر بگی که برای تو خیلی بالا و پایین پیش اومد. خب دیگه پس ولی اجازه بده که من اینو نپذیرم که شما و تلویزیون من و تو، من و اون جایی که جایگاه امیر تتلو بود، هیچ وقت این احترام رو برای من قائل نشدید. حتی من یادمه با شما از گفتن ما میخوایم باهات مصاحبه کنیم، گفتم اوکی میخوایم با هم مصاحبه کنید، انقدر هزینه‌شو به من بدید دیگه. به هر حال شما بیننده دارید، تبلیغات دارید، من تو غربتم یه قرون پول ندارم. اینو که گفتم دوباره همشون رفتن جواب تلفن ما رو ندادن، میدونی، و خیلی بی آخه ما احترامی ها فقط و شما چیزا. نیستی، یعنی ما اصولا با مصاحبه و فلان اینا اینجوری نیست که مثلا فقط شما نیستی که تو این شرایط خب قرار آخه گرفتی. یه چیز اصولش رو دیگه من امیر قبول جان. ندارم. ببین یه موقع یه خواننده هست میاد، شما اصولا باید یه پولی هم از این بگیری باهاش مصاحبه کنی، میفهمم. ولی یه موقع یه امیر تتلو نامی هست که بالاخره شما هر کی بپرسی میگه خب این بیننده خوشو داره. شما اونجا دیگه باید اصولتون رو بذارید زیر پا و یه مبلغی رو در نظر بگیرید برای مهمونی که دعوتش میکنید. حالا میدونی من با شما، عنوان یه برنامه ساز با من صحبت میکنم. ببخشید شما دو تا دنسر خارجی که فقط شغلشون ببخشید باسن تکون دادنره، میتونید مجانی بیارید تو تلویزیونتون برقصن؟ خب پولشو آخه میدید ببین، دیگه، آره درست ولی میگم؟ شما وقتی میای حالا چطور ممکنه سالمون جون، سوال منو لطفا جواب بده، چطور ممکنه که شما یه دختره که فقط باسنش رو تکون میده و هیچ چیزی هم نه به لحاظ اجتماعی جایگاه بالایی داره، نه به لحاظ مردم ایران زیاد دوستش دارن، این میاد میرقصه اونجا $500 رو میدید، بعد امیر تتلو میخواد بیاد اونجا مصاحبه کنه، شما توقع دارید ماچ بگیره بیاد، مثلا من چی اصلا پول در نگیره جریان این بیاد؟ واقعا نیستم، اینو واقعا الان دارم از
از شما میشنوم. یا شما خودت یه ماه بدون، یه ماه 2 ماه 1 سال بدون حقوق برای تلویزیون کار میکنی، خب هر کسی که در، خب اینا رقماش خب میگم مختلفه من دیگه. اصلا در جریان این چیزی که شما داری میگی نیستم. فقط امیر جان یه چیزی ازت خواهش میخوام بکنم، میدونم خواهش آدم می‌کنم. صفر، خب ولی اینی بله. که شب میخوابی صبح پا میشی یهو تصمیم میگیری به یکی گیر بدی و با خاک یکسانش بکنی، این نظر منه. به عنوان کسی که حالا الان بیشتر از شاید داریم میشه 10 سال که من با کارات آشنام. حالا من اصلا نمیدونستم یه آهنگی بود که شما با توهی و اینا خیلی من میخواستم که با تو بمونم تا همیشه. بله. خب من اون موقع مثلا من شما رو نمیشناختم، تازه اومده بودم یادم انگلیس، دانشجو بودم، من این آهنگو گوش میکردم و اون موقع میگفتم توی همه اینا این پسره که موهاشو تا توی گردنش یه ذره پشت بسته، اصلا اسمش هم نمیدونستم، گفتم این پسره تو اینا از همه صداش بهتره، یعنی حتی اون موقع. خب یعنی قشنگ یادم. برای همین میخوام بگم یعنی بک‌گراند من با وجودی که موسیقی جدید من گوش اصولا نمیدم، من آدمی که طرفدار گوگوش و داریوش و ابی و اینجوریام، یعنی قدیمی دوست دارم. با بله. وجود این من صدای تو رو دوست دارم، کار تو رو دوست دارم. این صفر و صدیت و این، حالا میدونم میگی من فوش میدم عادی بشه همه اینا رو، همه شایان تو رو برای من توجیه میکنه میگه نخون متوجه. اگه هرس میخوری. نه چون من هرسم از وقتا قلبم تو دهنم تو اینجوری به همه فوش میدی. خب ولی صفر و صدی تو اگه یه کوچولو به خدا کم کنی، من نمیدونم چرا با بهزاد بلور در افتادی، چون بهزاد خیلی تو رو دوست داشت. خب من الان به شما بگم بهزاد چی کار کرده با من. آخه بهزاد که ازش بهزاد اومده منو برده، منو تو گرجستان نگه داشته، کلی کارهای منو مدیریت کرده. 10 روز مونده به کنسرت من یه بلیت نگرفته بیاد کنسرتی که همه چیش کرد من، یعنی من به پشتوانه بهزاد این کنسرت رو قبول کردم و گذاشتم. تمام اون صدا بردار و مدا بردار و همه برنامه ما لنگ بهزاد بود. بهزاد یه دونه بلیت نگرفت بیاد اونجا بالا سر کنسرت وایسه و استرس، عرضم به حضورت یک عالمه کار رو من گذاشت، یک عالمه اونجا. عرضم به حضورت ما حرف داشتیم، من با اون گرجیا دعوام شد، نزدیک بود اصلا ما رو بکشن اونجا، ما رو ول کرده رفته. یعنی من به این آدم 4 تا فوشم ندم سالومه جون. ببین خب از اون برم انقدر که بهزاد بلور از تو حمایت کرده به قول خودت تو تلویزیون ها هیچکی نکرده. آخه حمایت کرده، ولی یه آدمی که ما داریم ما هم کار میکنیم یه کار کنسرت حتما منو داره من خراب نمیدونم میکنه. الان شما داری یعنی میگی. من میخوام ببینم شما 4 تا فوشو دونه چند حساب میکنی سالومه؟ نه من میگم صفر ببین همین، نه من الان نمیدونم مثلا این داستان دارم از شما میشنوم آره و دیگه، میگم شما چون روح بابا. بکگراند نداری فکر میکنی که من همینجوری شب از خواب بلند میشم فوش میدم به یکی، در صورتی که حتی در مورد خودت هم سالم جان اینجوری نشده. من بارها، فقط اون یه دونه زرشک نبوده که بارها دیدم که هم شما هم تلویزیون من و تو خیلی هم به من کم لطفی کردید، هم منو کوبیدید، هم خرابم کردید، هم به غیر از این که عرضم به حضورت منو کوبیدین و خراب کردین خیلی جاها موظف بودید که حمایت کنید. مثلا توی ترک حرمسرا شما موظف بودید که حمایت کنید، چون من جونم رو گذاشته بودم وسط واسه گفتن حقیقت. و حرمسرا همونیه که بعدش اون موج را افتاد، درسته؟ بله، من جونم رو گذاشتم وسط واسه ترک، وایستادم اون وسط، یه عالمه انگ کودک آزاری به من زدن و فلان تبلیغات اینا. منفی هم کردن براتون. آخه همه ببینید خانم شما شما مترو اصلا معیارتون آقای خانومه. امین حرف حالا کاری بدی اصلا به زده اینا بودی نرم بعد سالوم جون، بذار حرفم تموم بشه. کش. حالا کاری اصلا به اینا نرم، علاوه بر اینا من با یه دشمن طرف بودم. یعنی هر کی که میگفت به من سالومه، تا امروز که شما تشریف آوردی اینجا توجیه کردی قضیه رو، شما خودتو دشمن من بدون تا قبل این. خب من میام بازم دشمنم هم کسی رو خراب نمیکنم، من میام بازم انتقاداتی که حالا من با دشمنم با فوش انجام میدم و امروزم میتونم خانم سالمه از شما انجام بدم. که مثلا اینکه شما چرا وقتی که مجری یه تلویزیون بزرگ هستی واقعا باید حواست به ورزش عزیزم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یه خانومی میاد اونجا، ارزم به حضورت، با اضافه وزن وای میسه مجری، اینا فکر میکنن همه خانوم های ایرانی اینجوری هن و این ضربه رو به خانوم های ایرانی میزنه. یعنی شما یعنی میخواید همه مجری های خارج از کشور همه فیتن، مثلا خانم اپرا فیته، یعنی من اصلا نمیدونم آخه مگه نه دیگه. خب ولی انتقادم انتقاد به جای، من میتونم از انتقاد مجری، کن اوکی من ولی میتونم از فوش مجری، نده.
من میتونم از مجری شبکه پرطرفدار ایرانی زبون بخوام که ورزششو بکنه، این اصلا چیز کاملا بدی نیست. درسته، کاملا درسته، ولی با فوش آخه اون خب چیزی که حالا من شما میگم اون زمان شما علی دشمن من بودی، بذار من من یه حرفو سوال به بپرسم. دشمنم با فش میزنم. اگه شما عین امروزم دختر انقدر با مؤدب و با شخصیت و عرضم به حضورت پر انرژی بودی، از اون اول میومدی با من اینجوری صحبت میکردی، بنده هرگز شما رو اونجوری مخاطب قرار نمیدادم. یک، اولا انتقادم رو میرفتم از کس دیگه ای میکردم که با من همیشه میگم آدم باید از کسی انتقاد کنه که بهونه انتقاد کردن رو بهش. مثلا من همیشه همه جا میام پویا مختاری رو مثال میزنم. یه آدم خز داغون بخوام مثال بزنم، پویا مختاری رو مثال میزنم. چرا؟ چون پویا مختاری اومده بهونه انتقاد رو به من داده. ببین خیلی کسا هستن که خستر از پویانن ولی من به اونا گیر نمیدم. چرا؟ چون یارو به من بی احترامی نکرده. اگر انتقاد من حتی به زبان خوش هم بی احترامی باشه، من حق ندارم این انتقاد رو مطرح کنم. من میگردم تو کسایی این انتقادو میکنم که به من بی احترامی کردن. خب متاسفانه شما یکی از اون آدمایی بودی که بارها من دیدم که به من بی احترامی کرد، بی خود و بی جهت، نه فقط تو زرشک طلایی. الان حضور ذهن ندارم ولی اگه بخوای میگم تتلیتیا بگردن دونه دونه ویدیوها رو برات در بیارن که چه احترامیایی به من شده، بی خود و بی جهت. حالا من همه اینا رو جمع کردم سالم جون، یه دونه تو چنل یه فوش به شما دادم، اونم تو چنل شخصی خودم، نه رسانه ملی. شما اگه چیزی به من گفتی تو رسانه ملی شما چنل گفتی. خب شخصی 1 میلیون خورد، چقدر آدم توش؟ حالا بازم شما اومدی داری الان من میبینم که انقدر خانم مؤدب و خوش انرژی هستی، بازم من دارم به شما میگم ببخشید من شما رو درست نمیشناختم و از شما نه معذرت میخوام. شما همون ببین، چیزی که خانم من به سالمه شما دیدی من گفتم بهت گفتم خانم سالمه. فکر کن که من به خواهر مادر خودم گفتم. یعنی واقعا به نظر من تمام زنهای ایرانی خواهر و مادر خودمن. خدا شاهده من با مادر خودم خواهر خودم دعوام میشه همین شو بهشون میدم، 2 دقیقه بعدم میرم از دلشون در میارم میگم گو خوردم. ببین هم خب فوشم فوش همینو میخوام ننست، بگم هم دقیقا این ببخشیدم رفتار، گو خوردنه، آفرین گو این سالمه خوردنه. رفتار. یه سوال ازت بذار دارم، چون متر و این معیار شما توی شبکه من و تو با اینکه برای اینکه بخواد از یک هنرمند دعوت بکنید یا با یک هنرمند مصاحبه بکنید راجع به یک هنرمند صحبت بکنید چیه؟ یعنی میخوام بدونم که سیاست شبکتون برای اینکه همین جون بذار من حرف یک آره جمله دیگه اینم بگم حرفم آره تمومه. اوکی. میخوام بگم که من وقتی به یکی برمیگردم میگم مادر فلان، از این ورم بخوام بگم معذرت میخوام میگم گو خوردم، همونه. فکر کنم به شما گفتم خانوم بی شخصیت چاق، الانم میگم ببخشید. یا فکر کنم به شما گفتم مادر فلان فلان فلان، الانم میگم گو خوردم. من جفتشو 0 و 100 میگم. یعنی اگه شما دنبال اینی من بگم گو خوردم نه من نه گو نه خوردم. نه نه اصلا. خب خب تموم نه، شد رفت. ببین اصلا حرف زشتی هم هست دیگه، تکرار نکن. فقط من میخوام بگم که آره دیگه جواب من ادبیاتم اینه. همین ببخشید یعنی ادبیاتت خیلی تنده، برای همین من میفهمم. هم باش فردا میان میگن وای سالومه رفته با تتلو اومده راجع به کودکان این حرفا رو زده. سالم جون از نظر منم ادبیات شما خیلی کنده. خانم، یه چیزی خودش گرفتی چی شد؟ ادبیات من تنده، ادبیات شما هم کنده. شما بگرد دنبال معانی، چرا الکی حرفا، چرا اینقدر کلمات نه و نه 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 الکی. من الان نمیخوام نه کسی آره. ببرم زیر سوال نه چیزی، من دارم میگم شما با اون حرفی که اون دفعه زدی و اون موج را افتاد که ریختن صفحت بسته شد و همه اینا، باید پیش خودت بعضی وقتا فکر کنی که آقا میدونم خودتی منم خودمم، خب آدما ضربه خود بودنشون رو زیاد میخورن، بله. خب باید پیش خودت بشینی فکر کنی آقا بعضی چیزا تبوه. من نمیتونم بیام یهو بگم آقا مثلا دختر 15 ساله فلان فلان بیا، یادم نیست یه همچین چیزی آخه بود خدا دیگه. شاهده چون من من اصلا سالوم جون همچین حرفی نزدم. ببین من برگشتم 300 تا استوری گذاشتم، اینا اومدن یکیش که داستان دار بوده رو اومدن ارزم به حضورت پخش کردن. خانوم به پیر به پیغمبر به همین نون و نمکی که من هر شب میخورم به همین رفیقام که اینجا قسم، من دختری که بدونم زیر 18 ساله
اصلا تو خونم راه نمیدم بگم بیادم، باید با ننه باباش بگم بیاد. اینا رو ولش کن. دختری که 30 سالش باشه باکره باشه، من با این آدم نمیخوابم اصلا. من نمیدونم چرا این داستان ها رو چجوری برای من ساختن، کودک آزاری فلان و اینا. بنده اومدم یه استوری گذاشتم، گفتم از بین دخترای 15 تا 20 سال هر کی میخواد منو ببینه بیاد ببینه. خب داستانمونم این بود که ما میخواست، بعد اومدن اصلا نمیدونستم زیر 18 سال فلانه چیه اینا، که همون موقع برگشتن گفتن آقا زیر 18 سال باید با اجازه پدر مادر باشه. گفتم آقا اونا با اجازه پدر مادر بیاین. بعد یه سری اومدن گفتن آقا اجازه پدر مادرم نه، این قانونه. اومدم گفتم آقا دخترای 18 تا 30 سال بیان. یعنی من اصلا اون سنه برام مهم نی. من آدم مریضی نیستم که مثلا دنبال دختر 15 ساله بگردم که. میدونی چی میگم؟ اصلا بحث من چیز دیگه ای بوده و این استوریا 30 تا بوده. اینا اومدن یکیشو عکس برداشتن پخش کردن، این داستان رو برای من درست کردن. نگفته بودی نیو و امیر فیس؟ خان چون همیشه ببخشید واسه تک صحبت کلامت کنم. بود نیو فیس، نگفتی نیو فیس های 15 تا 20. اینو گفته آقا بودی. من اصلا بگم نیو فیس، اصلا بگم بعدش فهمیدم همون استوری بعدی گفتم آقا 15 سال نه 18 سال، اصلا اشتباه خطی بوده. بنده دارم امروز روز دارم به شما میگم برای من اصلا مهم نیست سن دختری که میاد پیش من. اصلا تو بگو 40 سال، اصلا برام مهم نیست که من بگم آی عین این پادشاه عربا بگم من دختر باکره میخوام، دختر 9 ساله میخوام. این اصلا چیزی نیست که من بخوام براش بجنگم یا دنبالش باشم. شما میگی سنش 18 ساله، من میگم چشم. شما بگو سنش 30 ساله، من میگم چشم. من اون دنبال سنه اصلا نبودم. اون سنه اشتباه لپی بود. بعد ما فهمیدیم بالای 18 گذاشتیم بالای 18. ولی کسی اصلا اینو نگفته بود، فقط اونا اومدن از اون اشتباه لپی ما، اشتباه هر چیزی که ما، اون یه دونه استوری رو برداشتن پخش کردن. امیر خان شما ببخشید اون استوری هم یه کسی دیگه گذاشته بود، شما شیر کرده بودین، عکساش هم آره موجوده، من آره، دارم. یه تازه طرفداری گذاشته اونم بود، شما اونو تازه شیر اونم یه کردین. فن پیج دیگه ای گذاشته بود اینو. یعنی من واقعیت امرش اینه که اصلا به سنش هم بابا من واقعا نمیدونم، اصلا این من سنه عکساش هم برام به میتونم خدا مهم بفرستم. نیست. یه موقع یکی براش مهمه میگه نه من حتما همون دختر کوروش بچه منم میخوام. یادم منشنش کرده بودن، من با شبیه اصلا فقط دنبال ریتوییت کرد. دختر بچه نیستم داداش، چرا متوجه نیستید اینو؟ من اصلا دختر بچه رو دختر بچه میبینم. من تا یه دختری عرضم به حضورش خودش نرفته باشه 30 جا قبل من نداده باشه، دادن و نفهمیده باشه، برجستگی های بدنش به اندازه کافی نشده باشه، زن نشده باشه، اصلا اینو به عنوان یه چیز سکسی نمیبینم. یه بچه میبینمش. و تا حالا من توی هیچ کسی اصلا ندیده همچین چیزی. و از من یه استوری بوده، بعدش هم ما اومدیم یه استوری رو بعدش 30 بار اومدیم گفتیم آقا ارزم به حضور شما بگو اصلا بالای 20 سال. شما الان به من بگو 18 ساله هم مشکل داره. من از فردا میگم دخترایی که میان منو ببینن بین 20 تا 30 سال باشن. میفهمی منظور منو؟ بله. منظور من اینه که من اصلا دنبال یه همچین چیزی نبودم و نیستم و نخواهم بود. شما اصلا میگی 18 سالم نه 20 سال، من از فردا استوریامو میزنم دخترای هواداری که میخوام منو ببینن باید بالای 20 سال باشن. اصلا موردی نداره. این چیزی نیست که ما بخوایم به خاطرش بجنگیم اصلا. میفهمی چی میگم؟ بله. خب امیر جان، این پیپلی که داری که برای آهنگات کار، یعنی پیپل خودته، یعنی پول مستقیم میاد به اصلا پیپل داری؟ والا من این چیزاشو نمیدونم. آقا کوروش آکوروش اینو توضیح بده. مثل که پیپال بسته شد، حالا چیز دیگه بذار من شد. این سوالمو جواب بدم. پیپال دوستان به اینو مشکل خوردیم یه مقدار اینجا به خاطر اینکه برگشت €1 $1 میزدن و ترکیه هم که یه مقدار مشکل فیلتر شدن اینا داره. به خاطر همین حالا آقا کوروش هم هست قشنگ‌تر توضیحشو براتون میده. من چند دفعه توضیح دادم، ما به خاطر این فروش موزیک که داشت برای اروپایی، کشور اروپایی میزدن، درخواست برگشت نمیز دادم و اینقدر تکرار شد، زیاد شد که ما مجبور شدن، یعنی بستن پیپل منو بلاک کردن. و حالا الان هم همچین شرایطی نداریم که پیپل بذاریم، چون مطمئنم باز همین شرایط پیش میادش. ولی برای نفراتی که مشخص باشن، شناخته شده باشن، پیپلی داریم که میتونید به اون واریز بکنید و ازتون دریافت بکنید. لطفا برای من بفرستین به دایرکت اینستاگرامم.
من ببینم اون پیپل چیه لطفا. اوکی چون حتما همین وقتی براتون شما میفرستم. داشتین کارو میکردین من اینجا منم بودم، جواب هی میخواستم بگم واقعا حالا این پولایی که این هم زیاد چون یه سری داشتن آفر میدادم، من داشتم فکر میکنم خدای این پولا واقعا حالا به دست ایشون میرسه که امروز دیدم خدمت همه رسید تو تلگرامش سر پولاش بچه. آره سالمه جون، من این قضیه رو 15 سال ول کرده بودم، یه قرون در الان میخوام واقعا پولامو میخوام همه بگیرم. هر روز اینجوری سیریش اینجا این پول منو بدید. سوال منو جواب میده یا نه؟ سوال نگفتی دیگه. این متر و معیارتون و اینکه چه آخه دلیلی ببین من یه برنامه دارم تو اون شبکه، شما اصلا برنامه من هیچ ربطی به مهمون و این چیزا نداره. من واقعا نمیدونم، یعنی منو الان به عنوان سالومه نگاه بکنی خواهش میکنم. اینجا صدا که الان ضبط نمیکنی نه لطفا، نه 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 همین شما بگم یعنی و اینکه اصلا سیاست شبکه رو گفتم شاید بدونی دیگه، نه نه سوال تو. آخه ببین اون همه فکر وا یک سیاست وا باور کنین اینطوری نیست، یعنی نه تو فکر سیستمتون سیکیم خیاریه، همینجوریه. نه یعنی اینجوری ببین من کار خودمو میکنم، بچه‌ها هر کسی با عقیده خودشه، یعنی اینجوری نیست که بیاد دوم بگه اینه اصلا همچین چیزی نیست. بس یعنی همونطور هیچ که خط، برنامه منو یعنی میبینی هیچ خط چارچوبی خودشو داره. ندارید دیگه، یعنی که یه چارچوب خط منظورتون از چارچوب چیه؟ یعنی مثلا بیان بگن حتما این هنرمند باشه یا اون هنرمند باشه؟ نه اینجوری نیست. بسیار. یعنی این مدلی نیستش که مثلا بیان به ما یه قانونی بذارن، ما از لانگ است که به عقاید کسی توهین من نکنیم. بهتون بگم قانون چیه تو نه تلویزیون همینجوری من و سوال تو. بپرسم یعنی همه رو مفت و مجانی میارید یا نه یه چیزی داره؟ آها از اون جهت به خدا من اون چیزا رو بچه نمیدونم. من بهتون بگم که من قانون برنامه‌ای نداشتم، من مهمون نداشتی که من بدونم ما چجوری حتی مهمون میاریم. اون از من نبوده، از آدم اشتباهی داری میپرسی. بذارید من همینجور من قانون رو بهت بگم. بگو داداش، قانون شما بهتر بود. هر کی که با مجری های من و تو دوست باشه، با سالومه و رها و بقیه خره اینا هر روز میرن اشتباه اونجا میکنی میگن آقا امیر جان. فلانی رو دعوت کن. هر نه کی هم که دوست نباشه اینجوری میشه. نه اصلا اینجا مثل ایران نیست، اینو اشتباه من مینویسم میدم که اشتباه میکنی و اصلا اینجوری نیستش، یعنی اصلا ولی سال اینجوری منم نیست. چند نمونه دیدم یه سری مجریا با یه سری رفیقای من تو این آلمان رفیق بودن، یهو تیزر ایناشون رفته بالا و مصاحبه ایناشون هم رفت. مثلا حالا بعد بهت میگم تو دایرکت این برات می‌نویسم. آره چون من الان خب ما برنامه موزیک نداریم، میدونی که الان نمیدونم چند وقت شد که ما اصلا برنامه موزیک نداریم، برای همین من خیلی در جریان موزیک های شبکه نیستم. ولی من خودم و مثلا اگه اخبار و اینا منظورمه، اون قسمت اون لاین. اون من نمیدونم، ولی من دارم میگم که مثلا چه میدونم حتی من آهنگ مسخره بازی امیر رو من تو برنامه مثلا استفاده کردم، یعنی گذاشتم زیر مثلا رقص مردم و دمش فلان و اینا. دمش ولی من دارم میگم که یعنی اگه آهنگی باشه که خیلی توش فوش مش نداشته باشه خود من استفاده میکنم. خب بابا الان این منباد قهرم سالومه جون مگه فوش داره؟ گوش کل نکردم ایران هم ببخشید، ترکیده. گوش نکردم. از شایان من مثلا شایان از دو شب تو رو گوش یکم خدا میکنه. گوش. شاهده آهنگی که بابا ببین مگه آهنگی میشه؟ که تو این یه سال اخیر به اندازه منباد قهرم ترکیده، دوستان بگید چه آهنگی بوده؟ شما بگید. واقعا من چرا پس هیچ. نشنیدم؟ آخه درسته که خیلی شما به خوبه. عنوان یه رسانه حتی این آهنگو نشنیدی. شایدم شنیدم، چون برای که شایان من تا میشینم میگه پایینش. تموم راه خونه رو شم که بچینی من باد بله قهرم. شنیدم آره خب شنیدم. نظرت این هست یه آهنگی ریست که کنیم بعد داشت شما اینو الان بخونید؟ برو. وقتی این آهنگو باش. شنیدی سالومه جون، وقتی شما شنیدید همه تلویزیون من رو تو هم شنیده، چرا یک پولشو ندادید؟ خب پول چیشو بدیم؟ مگه ما هم آهنگ میشنیم پولشو میدیم؟ بعد خب بخند. باید بدید عزیز سالوم من، شما که تو سالومه انگلیس وایسا زندگی امیر میکنی جون سالومه خب جون. ببین سالومه بابا امیر جان اینجا من تو اروپا امین بذار من یه کپی چیزی بگم، هیچ من چیزی همین توی الان دنیا رایگان نیست خانم دقیقا سالومه. من وایس دوستان وایسی من یه چیز به شما نشون بدم. همین الان اینو میکنم، اگه بشه میکنم عکس پروفایلم که شما ببینین که من آهنگای تتلو رو اونایی که دوست داشتم و خریدم. مثلا الان یکیشو میکنم، یعنی من رفتم گذاشتی تو چیزی، من تو عمرم آهنگ دانلود نکردم، از اسپاتیفای متاسفانه استفاده نمیکنم. بذاریم الان اینو میذارم عکس چیزم که شما ببینید. شما الان که میگفتیم مگه باید پول بدیم؟ خب نه
منظورتون است نمیفهم، فکر کنم بگی به تو باید آه. پول بدیم. من همه چی رو از آیتونز میخرم، یعنی با همه میگم یا آقا فلانی چرا آهنگ نیومده اپل من برم بخرم، چون من اسپاتیفای هم استفاده نمیکنم. چجوری عکس عوض میکردیم؟ وایسی اکانت، نه این دیلیت اکانت. توکل به خدا حالا و تو حرفت بیشتر سند بزنم رو استفاده عکس. سالمه. بشه. نه میخوام عکس عوض کنم ببینی که من آهنگ تو خریدم و الان عکستون توی اینجوری پلی لیست بکنم. من آهنگ تو هست. خب نوشه چنج. خب from the library. شما الان اینو نگاه کن، این لایبرری منه، مال 2006، آهنگ همین مسخره بازیت چوز دان. الان مسلما شما بزن الان روی عکسم واسه یک اینترنت. هول نکن همه حالا تمام. الان بزن رو عکس من آقای تتلو. بذارید یه رفرش بکنم. خب چقدر خریدی اینو؟ نمیدونم یادم نیست. حالا یه دونه آهنگ ما رو خریدی یه دونه سالومه جان نه دیگه. خودم بازم همین هست، شانسی بازم خریده به هست. جان. آره اینم شانسی خریده. اینم نه آف دستش بابا، خورده خورده. بوده یه شاید. آهنگ داری باید شاید بذار آف شایان خورده. بپرسم من اون آهنگو. یه آهنگ داری که با دختره داری به هم میزنی، داری بهش میگی که چی بگم، نه وایسا، داری به تو فکر میکنی به اون فکر میکنی. نه باهاش به هم زدی و میگی من میرم و تو مثلا پدر منو در بردی و فلان. خیلی قشنگه، یعنی یکی از قشنگترین آهنگایی که من تو زندگیم شنیدم. وایسا الان از شایان بپرسم، شایان کدوم آهنگ بود من دوست داشتم، کدوم آهنگ بود؟ بذار بهش مثلا اون کلاب هاوس نیست وگرنه سکته میکرد خوشحالی. آهنگ من دوست داشتم. به جان خودم امیر دیدی مثلا میری مغازه باقی پولتو آدامس میده، این به جان خودم یه پول برده رفته اینو خرید. به خدا کی همین اینو گفت جوریه. الان؟ کی کدوم آدم بدجنسی این حرفو زد؟ امین بود. خب اون بدجنسه ولی واقعا این من نیست. بدجنسم. آره باشه تتلو. پی وی. خدا وکیلی من هم باد قهرم و با هم میخریدی سالومه. اون دیگه نمیتونه. وای این به نظر من یکی از بهترین کاراته. این که توش پر فوشه که. نمیتونه. خب من برام مهم نیست، من موزیک سالومه دوست دارم، من موزیک گوشم سالومه موزیک خوب میفهمه. سالومه بله الگوریتم میدونی چیه؟ یه دقیقه واسه من عکسامو عوض کنم. حرف بزن ربطی نداره، حرف میتونی بزنی. الگوریتم میدونی خودت چیه؟ آمار رو بگو همین آمار رو ای بگو، هم بابا یاشار خب الان داره. یاشار جان الگوریتم رو خودت بگی آمار که بدونی. الان الان من بهتون میگم یه یاشار بعد بگی من امین جا تو یاشار خب جون برو برادر. بذاری پروفایل، من میخواستم از امیرم بگم که تا من الگوریتم بگم اگه حاضر بود یه موزیکی برامون بخونه، چون الان تقریبا 3 برابر برج میلاد اینجا ما پر کردیم، حدود 7 تو گروه ببینین 6800 نفر دقیقاً. خوشحال میشم داشت امیرم اگه حال بخونه تا یه فرشی بشیم. خب دوستان عزیز اگه صدای منو میشنوین لطفا حتما ما مودریتورها که نشونه سبز داریم و حتما فالو کنین. اگه الان توی این گروه هستین و ما رو فالو ندارین حتما به واسطه یه شخص دیگه ای که توی گروهه شما اومدین اتاق رو دیدین. اگه سری بعد اون شخص نباشه شما نمیتونین اتاق رو ببینین. الگوریتم این اپلیکیشن به این صورتی که شما مثلا توی اینستاگرام یکی رو فالو میکنین، عکس و ویدیوشو میبینین، وقتی اینجا کسی رو فالو میکنین اتاقهایی که ایجاد میکنه و اتاقهایی که میره رو میبینین. برای همین عرض میکنم الان همه ما دوستان با هم هستیم و بعضی اوقات تنها گروه میزنیم. من گروه کار میزنم، ناصر گروه فا میزنه، خواننده‌ها میاره، شیخ متی گروه بیزنسی میزنه، آریانا گروه آقا کوروش کار با بچهای تتلیتی میزنه، موسا بدنسازی میزنه، داش امیر خودش با تن یزدان هم همینطور، امین فردین مخصوصا که میشه پشت پرده میده، خانم سالومه که دیگه کاملا ملیکا پوکر دنیای عزیزم که دیگه نیاز به معرفی نداره. برای همین حتما ما همه ما هلوش 11 نفر رو حتما فالو کنین تا اینکه ما بتونیم شما رو داشته باشیم، بیاین بالا صحبت یاشار جان لذت ببریم. یاشار جان آخرین آماری هم که روم داشته تا همین الان اگر پی تی آر بکنید یا رفرش بکنید رو عکس من بزنید یه آماری میاد که آمار لحظه‌ای روم هستش که در حال حاضر 49 دقیقه از لحظه استارت روم ما توی رومیم. 6790 نفر تا لحظه‌ای که من البته ثبت کردم، اگر یه رفرش هم بکنم فکر کنم آمار 6863 نفر الان توی روم همین جون هستن. من
یادم رفت بگم ما کلابمون اون بالا نوشته پارتی عکس خونه است، اونو حتما فالو کنید چون ما دستارم لیمیت کردیم به اعضای کلاب، برای همین لطفا حتما کلاب رو بسیار فالو کنید تا وقتی کلاب فالو کنید دست براتون باز میشه و میتونین بیاین بالا. ما لیمیت کردیم بسیار تو به اعضای کلاب. مرسی. بس آقای مرسی. یاشار 6000 اجازه 6863 نفر توی روم هستن که میدونید که طبق قوانین کلاب هاست تا 8000 نفر بیشتر نمیتونن توی روم باشن. اگر 8000 نفر پر بشه 8001 نفر و عموما ظرفیت روم پر میشه. اگر یک رومی 8000 تا بود فکر نکنید بلاک شدید یا چیز دیگه. ظرفیت روم ها در کلاب هاست فقط 8000 نفر. 14946 نفر به صورت منحصر به فرد توی روم اومدن و رفتن. 57 نفر روی خیلی ترس استیج و و صورت هم زد میانگین بیرون گفت که آقا رفتم وارد جان گفتم تو یک 10. هادی کلابا داداش. صدا پوست سر آقا خوش میوت اینو کنید واقعا بچه. نمیفهم چی کار بکنم هادی. هادی جان آقای چوپان بله بسته شد. بله بفرم هادی جان. 57 نفر روی استیج هم در حال حاضر و 16 دقیقه خورده تقریبا به صورت میانگین هر شخصی بوده توی این علی دانش. ما جانم مدت زمانی که گروه رو زدیم چقدر؟ چون گروه خیلی 50 دقیقه 50 بله دقیقه 50 دقیقه از گروه زدیم. بعد آره روم قبلی رو 16 به بستیم 17 میره دقیقه بالای یعنی 100 تقریبا هر شخصی که اومده داخل یک سوم اون زمانی که بچه کل ها ایمان کجاست؟ آقای ایمان خواب یاشار گرفت. میاد میتونم الان یه میاد عرضی کنم؟ الان گوشش آقا ایمان چرا نیستی اومد سلطان؟ داداش من یه کاری دارم برای شما میبندم آجی، ایشالا فردا سرتون فاجه باشه سر مثل دمت گرم ایمان جون دمت امیر جون میبندم برات عشق ایمان جون. کلکوپرت بریزه آجی. داداش ما همین الان هم کلکوپرمون ریخته یه تنه همه چی رو جمع کردی آقا ایمان. نه من نوکرتم، نه این قصه اصلا فرق میکنه آقای داداش. یاشار من و شما یکی از مدیریتورها منو انداختم پایین. من یه عرضی داشتم خدمتتون. خانم جان دیانا جان بفرما عزیزم. من خانم سالومه رو خیلی دوست دارم. خانم سالومه، من با همکارای شما مدت ها همسایه بودم، هر روز کانکشن داریم، در ارتباطیم، خیلی تعریفتون رو میکنن. آقای وحید مهدوی، امیدوارم همیشه موفق باشین. خواستم از این تریبون بهشون عرض کنم که خیلی دوستشون دارم. متشکرم. مرسی عزیزم، ممنون، لطف داری عزیزم. مرسی دیانا جان. خواهش میکنم. امیر جون میتونی واسه اون یه موزیک بخونی؟ امیدوارم تا موزیکم تموم شه شما 100 کا بشید، چون 99 و 2 میخوام یه 2-3 دقیقه اگه لطف کنی به این دوستان. 3 تا برج میلاد بچه ها هستن اینجا، موزیکو بخونی تموم داداش شه بچه ها شما رو 100 کا کرده باشن. یه هول مرسی. کوچیک شده اگه 100 کا. اگه اجازه بدی من یه ذره حرف بزنیم. من امروز داشت همش دارم تو بله بله کلاباس میخونم. خدای 40 امروز همه دفعه سعی خوندم. کردیم استاد. الان دیگه همه بچه ها جمعن، بذار از حضورشون استفاده کنیم. خانم سالمه اینجاست، بله دنیا بله جان اینجاست، من جدید شما به رو ما فالو اضافه کردم شده. آقای امیر تتلو. قربون شما، منم شما رو دست فالو شما درد کردم، نکنه الان بابا. باعث افتخاره. خانم سالومه همه مدیریتورها رو فالو کنیم، بچه ها همه دوستای خوبی هستن. نه آقا ما نمیدونم چه مشکله، ما میاریمش بالا جواب میدیم اینجا صلح به پای سالمه جان سرش راست خواهشی که میگه نمیکنه. ازت ناصر جان. دارم. منو دفعه پیشم اینوایت کردم، من بهشون مسیج زدم گفتم منو اینوایت کردی که بیام بالا، امیر چی تتلو بهم بهت فوش گفتم؟ بده. گفتم اصلا امیر این مدلی نیست. نه انقدر دقیقا مهربون اصلا. و قلب بزرگی داره که دیدی دیگه، الان به خودت خدا من برگشت اصلا دیدی دیگه فوش عزیزم. نمیدم به حالا هیچکی. امیران بهم اصلا مردم امیر به هیچ من کی فوش سالم نده. جان امروز میدونی چی رو داشتم میگفتم که ببین مردم ایران خب یه کاری میکنن. الان امروز یکی اومده میگه من $400,000 میخوام خرید کنم. خب بعد خب فکر در اومد. خب مردم ایران میان انرژی منفی میدن، یه کاری میکنن، امیر داداش اعصابش خورد میشه، میره تو آهنگاش، میره تو شعراش فوش مینویسه. خب در ببین صورتی که ناصر اگر جان، الان اینجوری رفاقت باشه، اگه اینجوری مثلا بیان انرژی خوب بهش بدن، خب آهنگای باحال نه الان خب من خوابم. میفهمم شما چی میگین، ولی خودتون بذارین جای من به عنوان یک زن. خب یک زنی که دارم توی یه برنامه‌ای که ما نداریم، مثلا زن ایرانی، دختر ایرانی که ستایش رو اجرا بکنه، یعنی بیاد سیاسی ولی به حالت فان حرف بزنه. انقدر به من میان فوش میدن که تو چی میگی، برو آشپزی تو بکن، برو شوهر کن، بعد حرفای زشت. خب من باید بگم پس همش انرژی منفی؟ من میفهمم امیر تتلو رو، ولی من میگم انقدر 0 و 100 نباشه. خشمشو میفهمم، همه چیشو باور کن میفهمم. یعنی بعضی وقتی ما میشینیم مثلا میدونم میگم شایان خب شایان کارگردانی میکنه برنامه منو، رفیق خیلی خوب منه،
و عاشق تتلوه. یعنی چند روز پیش دوباره ریخته بودن سرش، هی پست میذاره، استوری میذاره ازش، تعریف و دفاع و آهنگاشو میذاره و اینا، ملت هم میریزن سرش، هی بهش چرت و پرت میگن. بعد ولی اون وای میسه سر حرفش. خب من میفهممش و میگم 0 و 100 نباشه، یعنی نمیگم خوش عوض بکنه ها، یعنی میگم این همه میفهممش. بعدم میاد هی فوش میده دیدم دیگه چی کار میکنه. تو تلگرامشو میگم من فالو میکنم توی چیزم، تو برنامه سالیتال اون تلگرامی که دارم، هر کسایی که فالو میکنم امیر تتلو میاد یهو، یعنی از بالا تا پایین به همه 7 جد خانواده همه فوش میده، بعدم میره پاک میکنه. یعنی مثلا میگم خب آخه چی شد یهو، باز امیر عصبانی شد، باز امروز چی شد؟ یعنی میدونی 0 و 100 نباشه به نظر من. البته خب نمیدونم واقعا نمیدونم بهش حق بدم ندم، ولی حق بده، حق بده حق حق بده، بده. اذیتمون نکن سالون. خب ببین همین میخوام بگم، منم پس الان باید ببین مملکتم میتونم برگردم، همه جوره منو اذیت خب تو هم کردم، فوش بده سالومه. نمیخوام. آخه مگه با چرا فوش کار درست میشه؟ داداش تو هم فوش ولی بده. امیر دوستت داره که میره آهنگاتو از آیتیونز میخره. آدمت داداش گرم. نه من نه خب آخه با فوش کاری درست نمیشه. تو یه 2 تا فوش بده، من یه 4 تا فوش کم میگیرم، حد وسطشو بگیریم تموم شه بره. نه اول خب من اصلا خیلی آدم، یعنی شایان بهم میگه معلم پرورشی، من اصلا فوش نمیدم اصلا. ولی خب خواهش میکنم ازت 2 تا فوش نه من بده. فوش نمیدم، من نه فوشام خواهش در میکنم حد سالومه، به خرابگاه و خاطر ما، ایناست. به نه خاطر ما که فوش دوست داریم سالومه جون، خواهش میکنم ازت یه 2 تا فوش مادر به ما بده در طول روز. خدای من نه بابا، فکر کنم خب من به مادر کسی بی خب احترامی کنم؟ ببین نه این بابا. دقیقا همون چیزی که تو هم من میخوایه. تو به من میگی فوش نده، عین این میمونه که من به تو بگم فوش بده. شنیدم، میدونم اینا رو هم چقدر میگی. قشنگ توضیح کرد خوده. دمت گرم آره مشتاق. و همه اینا رو شنیده بودم. هر حال امیر جان خوشحال میشیم تو برام بخونی. البته من دیگه الان قربونت مایکم چشم. می‌بندم. من میخونم چشم، ولی یه ذره دلش دیرتر، برای چون مال تو همین تازگی یادم ها یه عالمه دیگه خوندیم. امیر آهنگ کی از پشت لباساتو میبنده رو مسخره. حالا من باید بگم. امیر 7000 نفریم بخون داشت امیر. داشت میخونم چشم. اون گیتار، بذار گیتار اگه باید میشه برم بیارم خوابم آخه. نمیبره خیلی قشنگ. ببین آخه شما نمیدونید من این دست راستم نداشت، تمام از اون بالا 1 هفته امیر تتو دیوا زدم نیست تا این مگه پایین. داشت امیر اونجا؟ بعد انقدر فشار آوردم آقا بهش، دیوا کجاست؟ عفونت سلام کرده، داشتم الان دست راستم انگار داره قطع میشه. داداش، بعد اصلا صاحب قلبم باش اگه عالیه، خیلی در آقا من یه نکته بگم دوستان عزیز، ظرفیت هر روم کوکم 8000 نفره. اگر به 8000 نفر برسید برید بیاید داخل. فقط بله. مراقب بله باشید بعد که امیر لطفا به جان اضافه رو بزنین، داشت امیر داره اجرا میکنه، حتما دوستایی که میخواین بچه ها شما بشنون. صحبتتون رو بکنید، من برم این گیتاره خورده زمین اوکی کوکش دوستان به کنم بیام. اضافه رو لطفا بزنین، داشت امیر تا بیاد بخونه. دوستایی که دوست دارین حتما صدای داشت امیر رو بشنوین، به اضافه رو بزنین، سلکت کنین روش، یا اون بالا نوشته شیر، لینک رومو براشون تو واتساپ بفرستین که این پرفورمنس رو از دست ندن. مرسی. دمت گرم یاشار جون. خب فردین امین عزیز تو گفت. شما صحبتی ندارین؟ امین فردین جانم جان. برادر. نه، دم همه دوستانی که تا این لحظه با ما بودن گرم و مرسی که با ما همراهید. فقط مراقب باشید برید بیرون دیگه، شاید نتونید بیاید داخل و بله روم از دست میدید که حالا آره شمیرم دوستان آماده باشید. بگم بچه ها. که از در بابت خرید آهنگ از سایت tatlu.com بالا نوشته شده، میتونید اقدام کنین. نفرات برتر هم الان خواهد ساشا صبحانی با 100 میلیون تومن، آقای ایمان بشیری هم که اینجا هستن با 60 میلیون تومن، درسته اگه آقای من اشتباه نکنم، هم 60 70 تومن درسته؟ بله نفر سوم هستن. مرسی از هم اینجا. سعید من گنجی یه چیزی بگم ببخشید، این دوستم من دوستم افشون همش میخواد بیاد توی اتاق ولی هی پرت میشه بیرون. میشه من نمیدونم چه جوری میشه اینوایتش کرد. بفرستید به علاوه رو بزنید سمت راست بالا. بعد دنیا لینک هم رو میتونه بفرستید افشونو براش. بیاره. دنیا بله من امیر جان داداش من باد قهرمو میخونی؟ والا این گیتاره خورده زمین داره داغون میشه، من دارم کوکش میکنم، اگه بشنوید الان کوک بشه میام ببینم که چی بخونم براتون باشه.
الان کیو داری؟ دوستان حتما مدریتورا رو فالو کنید. کلاب پارتی هم ملکس خونه یادتون نره. مرسی. سایت تتلو.co هم اون بالا هست برای خرید آهنگ. نفرات برتر هم که نفر برتر اصلا کلا این روم زده شد برای بله خرید داشت دوسته. آهنگ داشمیر. اسم روم هم گذاشتیم تتلو.co. سایتیه که میتونید برید خرید کنید، بالای 20,000 تومان. هر کسی میتونه، حالا طرفدارای داشمیر، کسایی که با آهنگاش تو این مدت، حالا تو این سالا خاطره داشتن، میتونن برن اونجا خرید کنن از اندازه 20,000 تومان. درسته آقا کوروش؟ 20,000 تومان به بالا. درسته؟ ناصر بله ملیکا این بغل دست من پایین خرید کرد یا نه یاشار ملیکا؟ جان. آها راستی یه چیزی میخواستم بگم. علی پیشتاز داداش بفرما عزیزم. نه برو داشت ناصر جان برو. خانم ملیکا سلام عرض شد. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ خوب خسته هستی؟ نباشی، شبت بخیر، روزت بخیر. یه نمیدونم کجای دنیایی ولی مرسی. شب من و ساعت روزت بخیر عزیزم. هستم ساعت 10:16 شب. یه آفریقا سوال بله. داشتم ناصر جان. جان بیت کوین می‌خواستیم میشه ما هم ازت خرید سوال کنیم. کرد؟ آره جان بله. شما بیت چقدر کوین. میخوای خرید کنی خانم ملیکا عزیز؟ والا من هنوز اصلا نمیدونم در مورد چی دارید صحبت ببین میکنید. خرید آهنگ داشمیر 10 نفر اولم میای جزو 10 نفر اول. حالا اگر خریدت بالای فکر کنم 1000 یورو باشه، 1000 پوند باشه، میای جزو 10 نفر اول. نفر اولم خانم دنیا جهانبخش و آقا مهرادن. نفر دوم ساشا سوپانیه. نفر سومم داشیمانن. حالا نفر چهارم اوکی. و پنجم و ششم اینا تو سایت آره نوشته. من ببخشید من مهراد رو یادم رفت. دنیا و مهراد جون با هم. دنیا مهرادم و مهراد دعوت اینا کنیم دیگه به زن و گروه. شوهرن دیگه داداش، اینا رو آره دیگه بعد مهرادم جفتش دعوت دیگه. کنیم بیاریمش بالا مدیر کنیم. مهرادم بیار دنیا. الان میارم. دنیا این آرمه که سیاه این بالا چیه سلطان؟ حتی دنیا یه بار ما رو یه فالو کرد بعد مشخص آن هم فالو 4 کرد. نفر نمیدونم نزدیک داستانش چی میشیم بود اگر دنیا. برید 7900 سیاهه. نفر همین الان دیگه گروه فول نمیدونم. میشه و هیچکی دیگه نمیتونه بیاد تو گروه. به عکس دوستان اسکرینشو برات میفرستم که چی. حالا هر کی الان از گروه خارج شه دیگه نمیتونه برگرده. دوستان گروه 7900 نفر رکورد داریم میزنیم دیگه. بله زدیم. آقا آره یاشار، واتساپ هم کابل رو گرفتی آقا یاشار. بله داداش ببخشید من به خدا اینجام. داش علی بفرمایید. داش علی شما صحبت کنید. بفرمایید گوش میدیم. نه من قضیه بعد نیم ساعت پیشه ولی اوکی. علی به آقای خدا پیشتاز اینجا داداش داش علی انقدر بفرما. درگیریم. نه یه صحبتی با علی یاشار علی جو داشتم من باید خودم تمام هوا تو با دارم یاشار داشته. نه خب آقای فردین داداش، امین فردین اوکی. خب به خود علی همین منم آقا من مسیج همین جلوی داد که فضا 8000 دیگه. دارم نفر از انجام میدم. شما معذرت خب میخوام. ندیدم ببخشید. مهرادم اومد. عشق من مهراد بذار من عشق من. بیارمش بالا اول. اگه پیداش کنی تو این بچه ها چت. تا گیتارمون کوچه من حالت که سالومون خانم اینجاست، من یه درخواستی دارم از ایشون که توی تلویزیونشون هم حتما مطرح کنن. سالوم جان لطفا راجع به فروش، حالا نه فقط آهنگ من، آوردمش مهرادو. هر کسی که داره آهنگشو میفروشه از هنرمندای ایرانی، به نظر من شبکه‌ها اگه حمایت کنن فروششونو خیلی خوب میشه که این بچه‌ها بتونن بعد از سالها بالاخره یه چرا توی درآمدی آیتونز داشته باشن. نمیذاری؟ مگه تو آیتونز نمیذاری اینا رو؟ آخه ببین آیتیونز اولا همه از ایران امکان خرید از آیتیونز رو ندارن. دوم اینکه پولی که از آیتیونز در میاد واقعا به اندازه نیست که بتونه هنرمندا رو ساپورت کنه. اگر مردم ایران هر کدوم 20,000 تومن هم، مثلا یه آرتیستی که مثلا 5 میلیون فالوور داره هر کدوم 20,000 تومن هم آهنگ اینو واقعا مستقیم خریداری کنن، خب مبلغ قابل توجهی میشه دیگه. حالا اون آیتیونز و اینا هستن ولی به نظر من رسانه‌ها اگه یه ذره اینو فرهنگ سازی کنن که ما اصلا باید موزیک رو بخریم، اوکی خب همون آره به شرطی آیتیونز که یه هم. چیز مشخص داشته باشی امیر جان. آره همون آیتیونز نگی هم به این اگر بگیر شما به یه اون ذره بگیر. بیشتر روش، همون آره آیتیونز و یوتیوب و اسپاتیفای و اینا رو بیشتر مردم رو فرهنگ سازی کنید که برن از جوری آهنگا رو تهیه کنن که بالاخره یه مبلغی به اون دست اون خواننده برسه، خیلی ممنون میشم ازتون. حتما حتما. قربون شما، ممنون. خانم ملیکا ناصر دهن تو جانم قسم عزیزم. میخورم. من نمی‌دونم سکوت ناصر کنی جان. رو ما. خانم ملیکا بگو. شما چقدر خرید میکنی عزیزم؟ والا من توی اینستاگرام به شما مسیج دادم. اوکی مبلغ میگم. همین الان. من بیت کوین میزنم برات. بیت کوین هم دارن حسابش شده. الان بیت نگاه کوین هم میکنم. دارم خیلیتون راحت. مرسی اوکی. مرسی ملیکا جون. خواهش دوستان میکنم. آقایی که $4,000 قرار بود بریزه ریخت یا علکی بود؟ نه بابا الکی بود و اینا میان بابا اینا اینجا واسه الکی رخ میگم کار میام. دنیا الکی باورت نشه. دوستان تا حرومزاده. 8000 تا هم رسید برید بیرون دیگه نمیتونید بیاید تو، فقط حواستون باشه در جریان باشید که اون آقا فکر روم کنم فقط ظرفیتش اومده 8000 نفر. تبلیغات خودش رو کنه بچه‌ها.
بچه داش امیر رو لطفا 100 کنین 99.5. بقیه دوستانم حتما ساپورت کنین، اینجا ما رو فالو کنین. خانم سالومه، امین فردین، ساپورتو مگه نمیپوشن آقا؟ من نمیدونم. مهراد جمع حتما. مهراد جمع بعد از داش امیر اگه شما هم افتخار بدی خیلی لطف کنید. تو داداشم آره هست. مهرادم رفته استودیو اونجا، بله. بعد دم و دستگاه هم به راهه. تمام شد و نفت، تمام شد و نفت به قول داشت. تموم شد و رشت. آره. ما هنوز داریم کوک میکنیم، گیتار خورده زمین، حرف بزنید. بله آقا ناصر، داشتم این مخلصیم. آره دیگه هر موقع من حرف هر جا میاد. کم آره میارم دیگه. میگم آقا آره ناصر. داداش من هستم سلطان، من پاورجان. ایتالیا ناصر شن جان آقا فکر ناصر. میکنم رکورد زدی توی کلاب هاست توی ایرانیا، 100% درسته؟ من تو 8000 نفر اینستاگرام تکمیل شدن. دوستان برید یاشار بیرون. جان بله. تبریک میگم، ناصر مرسی جان ملیکا تبریک جون. میگم، خیلی گروه مرسی خوبی ملیکا دارید. جان. قربونتون بچه ها برم. 8000 مهدی شیخ نفر جان واقعا تبریک میگم فدات شم. بهتون، آفرین. بچه های 8000 نفر برید بیرون دیگه، نمیتونید برگردید تو روم. یعنی اینو در آره نظر داشته دیگه باشید. سعی کنید اگر دوست دارید باشید اینجا نرید بیرون از روم که تموم برید شد بیرون. دیگه. بچه ها لطفا این دوستایی که روی قسمت اسپیکرن بچه ها رو فالو کنید لطفا، چون اینا هم همه بچه‌ها دوستان سلام هم عرض آدم. میکنم سلام خدمتتون. سعید جان. من به تمرین به بودم سعید. ببخشید نبودم دیگه بچه‌ها، به به دمتون گرم. قهرمان داش سعید. تاج سعید جون. سری داداش یه خبر خوب دارم. 5 ماه دیگه توی یکی از سازمان‌های بزرگ دنیا به نام کشواریورز قرار فایت بکنه. البته یه بار قبلا فایت کردم. قرار بیان سوئد اینا، قرار مسابقه اونجا داشته باشم و گفتم یه خبر خوب بهتون بدم. آقا دمت گرم. دمت گرم دمت گرم. کی موفق ایشالله؟ داشت سعید. داداش به 5 ماه دیگه، 5 ماه دیگه از تمام شبکه‌ها UFC پاس نشون میده 500 میلیون بیننده داره. چقدر خوب، چقدر عالی. خانم نیکوله خیلی خوش اومدی. مرسی نیکوله هم یکی خود. خانم نیکو. خانم میخوام نیکوله هم با اجازه من میارمت بالا، شما هم جزو من خیلی از روما میخوام اگه نمیدونی. Oh بله my نیکوله god. آی جان. من you چند haven't. تا روم بودم که خانم نیکوله اونجا بوده، رومای خیلی شلوغ. خانم نیکل بابا مامانت کجایی ان؟ مال کجای ایرانن؟ الان میگه تهران. تهران بله. گفتم دیگه کلا فقط تهران بودن. هرچی با کلاس لهجه داره فقط تهرانی. یکی نشد مال. اهواز نبودن؟ تهران کجاست؟ تهران رو تهران بیار. آن تهران. داداش اینجا تهران اهواز ما خیلی خودمون پسر هستیم من دیگه. خوبیه. یه چند نفر میخوام باشیم. مسیجش کردم که بیاد. مرسی. منم اینوایتش کردم که بیاد. اگه شمارهشو دارید بهش مسیج منم بدید. الان بهش مسیج زدم که بیاد. آره بگو بیاد تهران، دوست خیلی کنم بچه دیگه خوبیه. نتونه به بیاد ساشا 8000 هم تا حتما پر یه شد. زنگ بزنین. به ساشا هم یه آقا من زنگ بزنین. ساشا رو میگیرم، من نمیدونم آخه ساشا بذار بگیرمش. من فکر آخه کنم 8000 ناصر نفر ساشا پر شده چجوری میخوام بچرخانه، بیان؟ فکر کنم بچرخانه ساشا نیستش. بچرخانه آفرین. کی بود گفت من بچرخانه؟ علی هم ببین. بس دوستان 100% ناصر بچرخانه. نچرخانه میادش وقتی که سر نه شلوغه. گرفتمش. ببینیم جواب میده سید ساشا. ولی یه خوبی که این کلاب هاست داشت، اکثر بچه‌ها که با هم مشکل داشتن اینجا، یعنی مشکلشون حل شد با هم دیگه، خیلی هم آره راحت. یعنی خداییش، سوء آره خداییش. تفاهمایی بود که واقعا الکی بود، ساشا اینجا جان، همش برطرف شد. تشریف میاری داداش تو روم ما؟ چه عجب آقا ناصر، چه داداش بیا عجب. میخوای اون بیا یهو یه بیا چیزی رو میگه اسپیکرم نذار بیا بذارش میذاری 100 تو بار سلطان اینوایتت خراب دیگه. کردیم. نشه. بیا سلطان. بچه‌ها همه جمعی. بیا سلطان بیا. صدا تو اسپیکره. بیا منتظری. خب اینم از ساشا. چه عجب بابا، یعنی ما زنگ نزنیم این نمیخواد مسیجا رو نگاه کنه. به ما یک چرخانه. گروه واتساپی داریم بچهای مادیراتور، دور هم دیگه اونجا در تماسیم. بعد ساشا هم خب اونجا بالاخره عضو اون چیز دیگه، اون تو هست. این هم بچه چرا مسیجا رو نگاه نمیکنه. بچه حتما باید داشتم کوروش میرو. و امیرم بیاریم داداش اونجا. من به تهران نوشتم الان ببینم میاد. بچه من داش زنگ امیر زدم به تهران ولی بر نداشت. داش آقا امیر رو چقدر 100 دخترها کنین شماره بچه. تهران رو دارید لام از صبا. اونقدری که دخترا دارن پسرا ندارن. بابا آره خود شماره تهران تهران هم ماشاءالله 021 دیگه وزده 021. است. کار در میاره قشنگ خیلی خوب. خیلی داش پسر خوبیه. داش امیر رو 100 کنین. امین فردین رو بکنین 70 کا. خانم سالومه رو بکنین 20 کا. منو بکنین 20 کا. من آنفالو کنید. داش ناصر رو بکنین 10 کا. مهدی شیخ رو بکنین 15 کا. بچه یاشار سریع هر موقع تو میگی من آر... از فالوورام کم میشه آنفالو میکنم. امین فرید کلی یاشار بازی در نیار دیگه. یاشار امین فردین یاشار بذار جان من بگم اسم همه رو دیگه. یاشار دنیا تایم رو بکنین 30 الگوریتمه. کا. چی؟ تایم الگوریتمه.
داداش دارم میگم دونه دونه دارم میگم بچه ها رو ببرین بالا دیگه اگه بذارین. آقا کوروش رو بکنین 10 بابا زشت مدیر برنامه خداییش حرکت. کوروش بهش میرسه بچه ها، آقا خداییش کوروش یزدان بابا آقا حمایت یزدان کنید. تازه امروز ساشا اومده اومد 800 تاست باید بشه 5 کاپو بابا. یاشار یه چیزی من بگم، این کوروش حالا داشت اون زدم موقع بیا بحث خارج شد از اون موقع. من اون تایمی ساشا رو که بده بیاد امیر بالا. داداش ببخش، اون تایمی که امیر چیز بود، آقا امیر گرفته بودنش، خب من کوروش اون موقع دو سه بار دیدم، خداییش انصافی میگم به قرآن تو روش میگم، پشت سرش هم همیشه گفتم خیلی فشار روش بود و به ناحق هم حالا راجبش حرف زده شد، ولی واقعا استرس و اون ببین، چون اگر هر اتفاقی میافتاد به هر حال هم چیز دقیقاً. میدونید دیگه، انقدر استرس روش بود از جای مختلف هم. خب به هر حال وقتی همچین مشکلی پیش میاد میان بهتون میگم بیا کمک کنیم فلان کنیم، خیلی تصمیم گیری تو اون شرایط سخته واسه آدم، ولی خب میگم باز دمش گرم، کوروش رفیق خیلی خوبه، منم خیلی خیلی دوست پسر دارم، خوب و با ادبیه خیلی خوب مهدی تونست اون خدایی. داستان گل. جمعش کنه دیگه به هر حال. سعید گنجی داداش آقا عاطف هم میاریوش بالا. اونم اومد بسی که من دیدم. ساشا جان سلام. آقای صبحانی سلام، خیلی خوش اومدی برادر. سلام عزیزم، سلام به همگی، سلام به... سلام علی پیشتاز نبودی گفتش که به چرخانه ما که حالا آدم فروش نیستیم ولی خب داشت علی به به ساشا ساشا. علی آقا چطوری؟ پیشتاز. به به آقا بله ساشا. بله بله. داداش نبودی، از شنیده بودیم منم خانم بچه ها گفته بودن زیاد نه توی کلاب هاوس. نه داداش خانم بچه ها چه خودم تو ترک بودم. آخه نه من بچه ها ترک میگفتن کلاب خانم هاوس بچه هاش بودم. گفتن دیگه. نه یه داداش مهرز ریموف شده کرده دیگه بودم، 2 هفته آره. ریموف کرده بودم داشت، 2 هفته ریموف کرده بودم و دوباره برگشت. ببین علی پیشتاز کلا سر گذشت و معرفت میاد کلاپاس، من میدونم، من در جریانم داداش. آره داداش من در بابا عاطف آوردم واسه. داداش این علی آره عاطف پیشتاز رو و بیار بالا. پس علی پیشتاز و پس فردا یه دونه ارزم به حضور برنامه بیاد، هر چی هاوس باشه این اولین نفر علی پیشتاز خوب میگیزره به معرفت میادا. ما هر نه برنامه رفتیم اون بالا علی نشسته بود داشت به ما فاک نشون نه میداد. آقا آقا نفهمیدم. حاطف امیر پارسال بود امیر جانم هاوس من پارتی مدیریتور یادت کردم که امیر؟ ریدش کنم. آقا فکر کنم آره روم تکمیل بود. دوم رو باید بزنیم. نه دیگه آقا روم دوم دیگه میخوایم چیکار، همین روم هر کی بره بیرون دیگه نمیتونه برگرده بیاد دیگه. رومه ظرفیتش پر بله شده فکر پر شد. کنم. بله. ب- امیر تتلو یکی داداش باید یه روم دیگه بزنه کوک صدا رو شد. بذاره. آره امیر چی تتلو داداش داداش؟ ببینم کوک شد، این گیتار ردیف شد. سلطان گیتار خورده زمین، هر کار میکنیم درست نمیشه، ولی من میخونم براتون با همین گیتار ناکوک که نگید یه موقع بهونه آورد، چون من بچه بهونه بیاری نیستم، ولی خب گیتار خورده زمین دیگه. راستی خانم نیکل هم هست. های نیکل how are you؟ صاحب قلبم باشه خب دیگه داشت صحبت امیر. کردن حواست نبود. آره صحبت صحبت. کرد باش یاشا. من حواسم بچه نبود اجازه ببخشید. امیر بده. امیر یاشار سلطان جان. نمیشه من باد قهرمو بخونی؟ اون خیلی مریضه اون ترک داداش. آره من داداش با من قلبم با یا صاحب قهرم قلبم اصلا باشه. من بلد نیستم با گیتار بزنم. نمیشه شما بدون امیر دیوا گیتارم میزنی بزنی من گیتارا رو که نوشتم. امشب نیست. علی داداش گیتار نیست، بذار صاحب قلبمو اوکی بخونه. اوکی. آره من با قهرمم که عالیه بابا دیگه نداریمه. برو داشت امیر. ببین اونم بلد نیستم ناصر با گیتار بزنم، آبروی من نبرید. داوود من بشه داداش هر چی دلم داداش داشت. من میخوادو میشه زد با گیتار، ببین دلم من میخواد. گیتاریست نیستم، گیتارهای ما رو هر شب امیر دیوا میزد. امروز تولد این بچه های ونتونز امیر دیوا رفته اونجا، شب نیست. خب من یه سری آهنگای محدودی که خودم میتونم بزنم، مثلا الان عید امسال رو میتونم، تو بزا برو منو رو میتونم، همین تو بزا برو منو که آخرین آهنگه تقریبا اونو میتونم برات پایین. بعد خوابم خوابم نمیبره نمیبره چی؟ رو میتونم، خوابم نمیبره که یه ساعت پیش خوندم. یه بار دیگه. عید امسال. عید امسالم همین خفنه. آهنگه همین آهنگه رو شما اصلا بهش زیاد دقت نکردید، یه بار گوش بدید من براتون میخونم. میگه ببینم این که داره به ما انقدر بد میگذره عیب نی، ها تو بزا برو منو حسن همین شب عیدی، ببین حالا که کنار من دل تو غمگین تر جدی، بزا برو منو حالا که با هر کی تو تیم من زدی، تو بزا برو منو بدو همه لباساتو جمع کن، تو بزا برو اصلا همه
چی و یادت بره درد کن تو بزا برو منو تنها وسط گل و الکل تو بزا برو اصلا همه از این هارم سک خور این هم از این آهنگ آقا به به دیگه تو رو مرسی قرآن من اذیت نکنی دمت گرم به داشت به. ایول من امیر یه خان دستم به قطعه بابا به ایول گیتارم داشتم افتاده ستون چاکرم آقا ساشا من امروز همینو کلیپ درست کردم پست کردم خیلی دوست دارم این آهنگو واقعا مرسی دمت گرم دیانا خانم مرسی از اینکه تندیس رو خریداری کردی خواهش رسید به میکنم من گوشم باعث افتخارمه آقا امیر من واقعا باعث افتخارم من از امیدوارم که بچگی با آهنگای مبارکت شما باشه بزرگ دمت گرم شدم متشکرم قربونت من از برم خیلی بچگی با ممنون آهنگای شما بزرگ شدم واقعا خاطره مرسی عزیزم خیلی ممنونم ازت تاج سری آقا ساشا خیلی خوش اومدی ستون از صبح دلتنگتیم عشق منی داشتم من دیروز یه ویدیو کلیپ ضبط کردم امروزم ادامهش بود دیگه کلا درگیر ویدیو کلیپم بودم ان شاءالله یه 2 به هفته به دیگه میاد ماشاءالله بیرون حتما برات میفرستم دمت ببینی یه گرم. موزیک جدیدم ساشا جون داداش تو ایشالله که تا بزنی امروز تا جر همین بعد از ظهر نفر اول بودی. خانم دنیا با آقا مهراد اومدن دیگه بالاخره بالاتر چیز کردن دیگه شد میگم 200 اگه اجازه بدید من یه چند 5 6 نفر یا 10 نفر رو یه بار دیگه بخونم که حالا تغییر کرده. بفرما کوروش جان. نفر اولمون خانم دنیا با 233 میلیون. نفر دوممون آقای ساشا با 100 میلیون. نفر سوم ایمان خان بشیری 60 میلیون. آقای ناصر آزاد 40 میلیون. شیخ مهدی 38 میلیون. آقای ابتهاج 36 و 115. خانم شیرین 29 و 500. آیلا رسولان خانم 28 و 560. آقای مهراد 25 میلیون. خانم ریحانه اونوشی 25 میلیون. 10 نفر برترمون تا این لحظه این شکلیه. دم همشون گرم. خیلی آقا خوب. مرسی مرسی بچه‌ها. یه دم البته ممنون از اومدن حمایتتون. آقا سید البته امروز تولد رها هم هست اینجا بهش تبریک بگیم رها خانم تولدش به مبارک. به به خانم صبحانی از همینجا تبریک میگم از همین تریبون. خانم رها مبارکا مرسی باشه مبارکا ممنونم. باشه رها جان به به چه عکسی رها جان ما شناسایی نکردیم همه بابا فراری و فلان عکسم و عوض شمع کن. تولد و قربون شما مرسی. چه ساشا جان هستی نه عکس یه جورایی مشکوکه. نه با من دوبه‌ام خب به زودی پس همدیگه رو ایشالله میبینید با ساشا جان. انشالله. ایشالله ساشا جان گیر ایشالله بس افتادی داداش 100% داشتم. داداش من باشه عروسکی بودم شدم بازیچه دستا داشتم اه. تو هم رفتی قاطی مرغا داداش آره خدایی آره. ساشا پارک کرد رفت ساشا بعد از یک امیر جان اشغال بچه ها ببخشید اجازه میدید من از حضورتون مرخص شم اگر اشکالی نداره من فردا خواهش برنامه میکنم باعث بسته افتخار بود بکنم. سالم جان آره بودنت من سال برنامه اینجا ضبط افتخار کنم مرسی بود آماده مرسی. بشم. خیلی مرسی خوشحال شدم. حتما حمایت میکنم این چیزی که گفتی قبلا هم حمایت شده رها خیلی همیشه گفته که موزیکا رو دانلود نکنین بخرین من باز دوباره این راهو ادامه میدم نگران نباشین. دست شما درد پیپل هم نکنه من تو حالا مرسی دایرکت هم درست براتون میبینم. بله فرستادم بله خانم جوابتون رو سالمه. دادم پیپل برای من بفرستین. من حالا مثل دوستان نمیتونم اونقدر که دوستان رو پول دادن کمک کنم ولی چشم. و همین خیلی خوشحال شدم امیر جان و بقیه قربون دوستان شما همینطور ما هم و خوشحال شدیم اگه یه موقع چیزی هم من تو چنل میگم شما بذارید رو حساب این ارزم به حضورت این عقل معیوب من اصلا چشم. ناراحت نشید از دست من باشه مرسی امیر جان قربان شما فعلا شب همگی بخیر. خواهش میکنم خدا سلام شبتون بخیر. میگم شب یاشار بخیر جان چه علای رکوردی ندی زدی یا سال 8000 خان. نفر. بله ما همچنان ثابت ماکسیموم دیگه ماکسیموم. بله باز من خالی میگم هم نمیشه. دوستان لطفا حتما مدریتورها رو فالو کنین ما باز همینجور که الان همه با همیم تنها هم گروه میزنیم برای همین همه رو دونه دونه فالو کنین تا اینکه بتونین اتاق و گروه رو ببینین تو این اپلیکیشن اگه فالو نداشته باشین نمیتونین اتاق و رومایی که ایجاد میکنیم رو ببینین اون بالا هم یه کلاب داریم عکسش پارتی اون خونه رو هم فالو کنین تا بتونیم دستتون رو بریم بالا لینک کوروش مایکت بازه کلاب مهراد جمع
جان داداشی به داداش. استیج ما تشریف میاری آره. ستون. بله با آقا افتخار. مهراد خدایی قشنگم خوند، دمش گرم. آقای خیلی باحال تسلط خوند امروز. من آره خودم آره حال بله کردم، طرفدار طرفدارش مهراد شدم. شدم. نوکرم بابا، آقای سلطان تسلط عجب. اجازه داداش. میدین یکی از موزیکای شما رو بخونن؟ والا اجازه ما هم دست آقا مهراده، بابا به بفرمایید. به مخلصتم به به امیر جون، ببین من به اینقدر نوکرم. خونا خوشم میاد. آقا ما اول یه خیالت راحت بریم. بدون تو شبا همش خراب حالم، مگه من جز تو کیو دارم، گره افتاده به کارم کجایی، تو و اون چشمات مشکل گشایین، دوست دارم دور بشم از همه، این که تو باشی بسم من و توی قایق وسط یه دریا که آروم هر شبش عشق، یعنی چشمای مستت عشق، یعنی گرمای دستت عشق، یعنی خوب و بدش با هم خیالت راحت، قصه نخور با من عشق، یعنی چشمای مستت عشق، یعنی گرمای دستت عشق، یعنی خوب و بدش با هم خیالت راحت، قصه نخور با من. به به. به خیالت به راحت. به به. بابا بسیار باریکلا عالی. باریکلا باریکلا. دنیا آقا جون قرار شده عجب چه کاری کردی خدایی دنیا. دوستانی که نمیدونن خیلی زیبا بود، دنیا جان میشه ناموسن خیلی زیبا الهی بود. شما. مهراد دنیا جون چی دمت مخه؟ گرم. داداش پس این آهنگا کجاست آقا مهراد؟ حاجی اینا رو پخش کردم که. گوش نمیدی ای امیر جون، چرا اینا من رو گوش نشنیدم؟ ایرانیا نمیدی. من از باید برم. کردن دیگه. از کدوم سایت؟ راستشو بخوای من باهاتون قهر بودم، مهراد الان میرم سرچ میکنم گوش میکنم. الان مهراد آشتی دیگه ها. شمالو گوش ندادی امیر جان؟ به با تو خدا تو من راه قهر بودم باهاتون، هیچ کدوم از آهنگا رو گوش ندادم، میدیدم دست باش. مهراده میزدم بره. مهراد خوب الان شد. آهنگ تو آشتی کردم. میخونی؟ خیلی قشنگ بود. مهراد داداش میخونی؟ چشماتو آخه حفظش نیستم، خیلی شمالو قدیمیه. میتونی خیلی بخونی؟ قدیمی شمال. ها، ولی بچه یه شمال. نکته هم یه اصلا خبرم بهتون بدم امیر که جان مهراد جمع دارم با صحبت موزیک میکنم. شمال معروف بابا شد. بله. یه نکته هم بگم که مهراد و آقای تتلو قراره با هم دیگه فیت بدن، اسمش کن. بله. اسم آهنگشون سیدی رو هست نشیا. دنیا. اسم آهنگشون هست دنیا. دیگه سیدی رو نشکن دیگران شده، سیدی رو نشکن امیرم تصویب کرد، سیدی رو درسته نشکن امیر؟ دنیا که حالا چیزم نشه دیگه. دنیا آره، دنیا. سیدی رو نشکن دنیا خوبه. اوکی. این دنیا بین علما اختلاف علم. اوکی سیدی آقا دنیا، سیدی رو کوچیکمه. نشیا. امین فردینش پس کجاست؟ خراب بود امین فردین رو بذاری روشنش. داداش الان امین یه فردین ذره هم یه جای داستان میاریم دیگه، آخرش میگم امین فردین از اون قهوه‌یه نگی سیا بگیر. پشت پرده سیدی رو نشکن دنیا. آره. آقا سیدی رو بشکم بود ولی. من اومدم بول. نه نشکن خوبه دیگه، سیدی رو نشکن بقیه هم ببینن همین. چرا سیدی رو نشکن اوکی. داداش اسمشو بذار پشت پرده سیدی رو نشکن دنیا. دقیقا من همینو گفتم دیگه شیخ مهدی. یه خط میشه این اگه بخواد اسمش تیتر خبری هم اگه آیدین آهنگ. جان خیلی خوش اومدی. آقا مهدی مدرس خیلی خوش اومدی. حاطف جان خوش اومدی. سلام عرض شد به همه سلاطین آیدین مخلصیم. جان چاکر خیلی آقا. سلام مخلصیم. آیدین جان. ارادت چاکریم. شب همگی بخیر. شب بخیر. سلام آقا ایدین، آقا مهدی سلام داداش، مهدی جون خوش خوش اومدی. اومدی. امیر خان سلام بچه نوکرت ها، شب همه. و روزتون شبت بخیر. بخیر امیر سلطان. جون، یاشار جون، ناصر جون، حاطف همه جون رو خوش نمیشه اومدی. گفت امیر. آقا عاطف خیلی خوش اومدی ستون. آقا عاطف تو گارده با ما سلام. خوبی داشت چاکر عاطف؟ داشت امیر رفتیم. چاکر داشت امیر. من بچه فرید ها این محمد بغداد رو ندید پایین لطفا، مرسی. میریم میام حالا بالا. ای بابا. خب مهراد جون برادر قرار شد بخونی یا نه؟ آره آهنگ شمال رو قرار شد بخونه. خب آقا دمت من گرم، پس برو صدام داداش. رفت. آره خودت میکروفونت بسته شده. شمالو میتونی بخونی یا میتونی پلی کنی؟ پلی که امیر که نشنیده، میتونم پلی کنم دیگه. هر جوری که مهراد جون راحتی همون کارو اگه آقا انجام. لایت مراد میخوندی که لطفا چه حالا بهتر. کوالیتی اسپیکر تو های کن اگه احیانا های الان نشه. اوکیه؟ آره آفرین. های کردی؟
مرا آره 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 اوکی آره تر شد. خب عالی شد. آره یه مقدار بد میگی ناصر رو هایی کردی چیه داداش؟ واژه ها رو همین خواهش فردی تو فکرت خراب اصلا. همین فردی فردا تو بشم داداش یارو رو میگه من رفیقت فکر هم همین فردی. من فکر میکنم امین فردی باشه. مریض جنسیه بچه ها. دقیقا امیر من داداش همین به رو فکر خودی هم میکنم. داداش خودی رو نزن، به خودی نزنیم آقا، به خودی خودی رو نزنیم. نشکن. داداش امین فردین از ایناییه که شکنجه میده میشینه فیلم سوپرهای وحشتناک نگاه میکنه فکیش حاج فکیشی ها. نه من یه آقا بار خونه‌ش رو دیدم یه همچین چیزی رو داشت امیر حس کردم. آره آخ دست آخ من آخ بنده آخ آقا آخ. آیدین هم تایید کرد. امیر خان این حالت دستش که اینجوری کرده تو عکس هم یه نگاه کن، اینم یه جورایی همون تو همون سیستم داستان. باریکلا دقیقاً. آره. من میبینم امین فردین رو میبینم یاد فیلم امیر ارای حاجی جون میفتم. یه داش خبر امیر بدم شد بهت 100 100 تا. تا. آقا امیر جون شد مبارکه 100 آقا، تا. خیلی داشتم مبارکه. این امیر جون مبارک واقعا انشالله امیر 100 جون تا مبارکه چترش امیر بچرخه. داداش. داداشی هم به 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 خیلی به ممنونم به. از همتون واقعا آقا دمتون 100 گرم کیلویت مرسی به که منو تبریک میگم. هزار ایشالله مرسی. همینجوری جشن امیر 100 جون، میلیون دلاریشو میگیریم. امیر جون من 100 قرار تای نبود. کلاب هاوس یعنی 10 میلیون ها، 100 میلیون ببخشید 100 آره میلیون دیگه ها. واقعیه دیگه همه آدم. واقعا امیر جون از آب را بهت گفتم روی این وزن مسلط باش، الان شدی 100 کیلو. چجور میخوای وزن کم کنی مردی؟ داداش داداش ایشالله 100 میلیونی شدن اینستاگرامت. ایشالله به ایشالله به همه ایشالله قلبا امیر میزنم ایشالله. جون آقا. داداش من یه چیزی سعید ایشالله بگم. یوتیوب. ایمان خان آقای بفرما تتلو یه سلطان. دقیقه داداش، من آقای شیرالی رو من اینجا دیدم. آقای شیرالی خوبی؟ این کیفت هم گرفتی دست حواست نیست. آقای ایمان بشیری عرض ادب، همه بزرگان هستم، ما داشتیم گوش میکردیم. آقای ایمان چاکرتیم. ببینم ما آماده مخلصیم. شیرجه هستی امیر یا نه؟ راستی ما چرا شما امیرعلی رو نگفتیم تا الان؟ امیر شیرجه میزنی جان یا نه؟ آقا با افتخار مخلص شما هستی. ما خوش نوکرتیم بزن. شیرالی آقای داداش ایمان چقدر شما، خرید میکنی قربونت برم آقای من شیرالی؟ اگه اجازه بدید تو دایرکت برای شما میگم یا آقای ایمان میگم که حالا دستور بفرمایید. همین الان میام دایرکت آقا ناصر. تشریف بیار کاسب دیگه. هستی یا نه امیر؟ الان به من بگو بله آره کاسبی آره یا نه؟ امیر اوکیه. ببین امیر آقای ایمان ایمان، شما دستور نه آخه بفرمایید. ایمان تهران داداش یه دقیقه گوش کنید آقا، بعد یه ذره داداش چیز کنیم بریم جلو دیگه حاجی. تهران یه ذره داداش اوضاع پیچیده دیگه، مخصوصا ماشین. امیرم کار ماشینه داداش. آره درست نه آقا همین؟ بالاخره بله آقا بله داشت ایمان آره حالا دیگه. چشم. ازش ه- سوال میکنیم ایمان جون داداش. امین جون داداش ماشین فروختی یا نفروختی برادر؟ داداش تو آقا اصلا معذورات نذار دخلی به ناصر اون داداش. داستان نه نداره نه آقا ناصر، بپرسم ازش. انجامه. انجام انجام انجامه. آقا امیر. انجام آقا. انجام. برو انجام آقا ایمان برو حرف شما حرف نه نمیزنه آقا ایمان پول ما پیدا ناصر. کنه نوکرت. ایمان. بابا میشناسم انجام آقا. 15 سال رفیقم بابا. آقا انجام تمام. من نمیدونم دیگه داشت تاج خلاص. سرمی آقا ایمان نوکرتی. چاکرتیم قربونت. شما آقا ناصر دستور بدین انجام آقا امین که افتخار برای ما بتونی بیاد کار امین کوچیک خان براش خیلی انجام بدیم. داشت امین چاکرم داداش اسطوره خیلی است. ممنونم از محبتت. عزیزی تاج امیرعلی امین سری. شیرالی. اسطوره است. ما با داشت امین عاشقی میکنیم به خدا. آره به من خدا، آره نوکرتم به خدا. تاج سری ستون. عشق منی داشت امین، نوکرت هم هستیم، انجام وظیفه میکنیم، باعث افتخاره. خیلی مخلصم دمت گرم. نوکرت هم داشت مرسی از امین. محبتت همین داشت امین تو حضورت توی واقعا اسطوره‌ای، به خدا از ته دل میگم داداش، از ته دل میگم. واقعا آدم باید تاج عاشقی میکنه، یعنی کسی هستی که ما تو تنهاییامون هم آهنگاتو گوش میکنیم صفا میکنیم، اینو از ته دل خیلی میگم. چاکرم به قرآن خیلی. آقا من نوکرت همش هم. خجالت میکنم به نه قرآن. داداش آخه تو باعث افتخاری، واقعا تو باید تو اوج همیشه باشی، یعنی اصلا به قول داش ناصر تو دنیا باید یک باشی، اصلا خیلی بالاتر از اینا. الان که بالایی داشت باید بابا به قربونت خیلی برم. خدا. بالاتر از اینا باشی. به لطف آقا ناصر داشت ایمان ایشالله بابا ما خود داش امیره بابا، ما هم به خدا به بغل خدا داش امین داریم ایشالله حال میکنیم بابا، چه بچه حرفی ها رو میزنی؟ میگن ایشالله داداش هم به اونجایی که خیلی بالاتره میرسی، دورت بگردم. خیلی چاکرم سلطان ممنونم از محبتت. نوکرت هم داشت همین، نوکرتی. اینم امیرعلی شیرالی. ماشاءالله ایمان خوب شکار میکنه، دمش گرم. ببین یعنی ایمان داداش من ایمان یه عمر اشتباه اصلا میکنه شکارچی دونه کف دونه. خیابون بودم حاجی. آفرین داداش داداش آفرین ایمان شکارچی آفرین. شمرون بوده، من شیرم. آره آره خوب شکار میکنه، داشت دمش ایمان گرم. جونم. میگم ایمان شکارچی شمرون بوده، اصلا دیگه کار بلد داداش آقا. تفنگمو گوشتم تو انباری، ولی بیشتر پولیشش کنم بیارمش بیرون داداش تو با دیگه. چشات چه کار میکنی؟ تفنگ ما لازم نوکرتیم لاشی. حاجی. تو دست خالی پری داشت ایمان. قربونت برم ببین آقا، قربونت آقا چاکرت. ایمان عجب آقا ایمان یه پرباری. شیر واقعی قشنگ. صد بابا من درصد نوکرتم صد حاجی، درصد. دورت بگردم.
شما لوس اصلا داداش. افتخار رفتار میکنیم خود به لایون همچین کینگ برادر و رفیقی. واقعا برات افتخار میکنیم باشیم. به وجوده. ببین حالا جدا از این شکارها و این زحمت هایی که داره میکشه، میخوام بگم استارتش اصلا از آقا ایمان خورد. استارت این قضیه کلاب هاوس اصلا از آقا ایمان خورد. اولین نفری هم که عرضم به حضورت پیگیر این داستان بود آقا ایمان بود و هر چیزی که بگم کم گفتم راجع به داداش ایمان دنده رو بشیری کی داد واقعا. امیر؟ گفتی ناامید بودی، گفتم داداش ادامه بده. نه همه امین جون، شما آقا ناصر، شیخ مهدی، چاکرتیم. آرداد، همه، کوروش، یزدان، آریانا، سعید گنجی، واقعا همه زحمت کشیدن. بچه ها با یه دست 4 تا دایرکت جواب دادن. ساشا. ولی ایمان بشیری یه سیستمی داشت دیگه، قبول کنید آره ایمان آقا ایمان که بشیری. آره. داداش من اصلا بهت مدیر گفتم پسرم خوبیه آقا. مدیر. ایمان تاج سره بابا، اصلا گل. ولی امیر مدیریت کرد داداش داداش. اولین کسی هم که خدایش سنگین گفت همون موقع هم زد بعد داشتیمان چیز بود، ساشا بود. یعنی همون موقع که آره ساشا داداش که ساشا. داداش، ساشا که بعد دنیا رو چرا نمیگین؟ دنیا جهانبخت اومد خیلی قوی عمل کرد دنیا. دمش گرم دمش قشنگ گرم، خیلی ایشالله که ریلکس بود ولی برکت من تو داداش. امشب زندگیتون. فازش رو گرفتم یکی رکوردمو بزنه. حالا آخ دوباره دمت، رکورد اگه میزنه دیگه. یک بابا میخوام علی بزنه بعد من دوباره بزنم. دنیا جون تمام اصلا این کسایی که حرکت دنیا همینجوری منو یاد رضا زاده میندازه. دیدی وقتی که بچه واقعا رکوردو دنیا توی میزنن. شرایط این کارو کرد که واقعا شرایطی بود که واقعا دمش کرد. حالا یه دقیقه آره ببین اون داداش اون که حرکت میگم دنیا داشتم کامله. خیلی یه قوی بود. لحظه چه یه شرایطی؟ لحظه یه لحظه یه لحظه من یکی دیگر رو دیدم. یه دقیقه وایس. آفرین آفرین. من نمیدونم ایمان روش این اون وره چجوری ایمان میبینه، مثل عین نقش. رونالدینیوه. آره ببین اون ور ایمان ببین نگاه عین میکنه این ور دقیقا میگیره. رونالدینیویی میزنه ایمان. آره آقا آره میشه به جدی مثل من تو یه میگم. عکس نگاه حرفمو این ور بزنی میکنه اون آقا؟ ور میزنه. امیر میشه آقا یه ایمان کنه دیدبان نخندیم؟ یه دقیقه وایس داشتم. دیدبان مهناز ببینم خانم علوم کی بشری خوبی؟ تو. خانم متولیان خوبی شما؟ خانم متولیان رفت بله. نماز رفت نماز رفت نماز آجی. شلمچه رو بغل کرد و رفت رفت کابل. نماز رفت از نماز سمت داداش. شلمچه رفت به کابل. خب رفت نماز. آقا سوژه بعدی ناصر ایمان جون. جان. امیر چه دایرکت تو چک آقا کن. ناصر آقا اشکان که تو اون روم قبلی فرمودین گفتن با شما هماهنگ میکنن چون خارج از کشور بودن شرایط پرداخت براشون سخت بود. ما دربست مخلصیم، همینجا خیلی بهترین چاکرم، صراف مرسی. دنیا بغلمه، همینجا بهش میدم. حالا درجا میزنه به حسابتون. با آقا کوروش هماهنگ میکنم. من اتفاقا همون حسابم همون صراف زد. مرسی آقا مطمئنم. ناصر خدمت متولد چه ماهی داداش؟ اردی بهشتم داداش، من 10 اردی بهشتم. بابا من میگم انقدر ماشاءالله پر انرژی، همون اردی بهشتی. پس ما چاکرتیم ما اردی چاکرتیم. بهشت. آقا ایمان شما متولد چه ماهی؟ داداش من شهریور. شهریورم آقا 5 شهریور. شهریوری ایمان. میدونستم گفته بودید شما دیگه تموم کردی کارو. شهریور من دیگه من نوکرتم. خودم شهریزی میکنم برای داشتم این شهر. به سختا به. شدنت مبارک شهریوری و داشتم این. پرچمشون بالاست. آقا هوای این اردی بهشتی ها رو داشته باشید که تو داداش ما ماه هم ماهشه. شهریوریم آقا ایمان، آقا ناصر. به به شیخ خدایی مهدی هم شهریوری آقا امیر شهریوری. جون شهریوری ها. امیر جون من 29 شهریورم، یه روز قبل از تو تولدم. اوه 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 داداش شهریوری ها ریختن. آره قبول کنید که شهریوری ها اصلا یه سیستم دیگه ای هن. یه همه توی مرحله همه شهر. قوی اینا یه دارن. چیز دیگه ایم. چیه شهریور؟ ببین شما الان همینجا، من برای شما همینجا یه 4 تا شهریوری مثال میزنم. یکیش همین ایمان، آقا ایمان بشیری. یکی ببین یه شیخ مهدی. شهریوری تو کار خودش. یکی این آقا چرا راه دور موسی هم میدی؟ شهریوریه. داداش موسا تو بدنسازی دیگه شهریوریه دیگه. ببین کجای نامبر وانه، بدنسازیه. نامبر وان، نامبر وان. یکیش این نوکرتم امین داداش. فردین. ببین تو رسانه اوه ها اوه اوه چجوری. اوه اوه اوه. ببین چه آقا آدم منم شهریوریم، خطرناکیه. منم آقا شهریوریم. ساشا هم ساشا هم شهریوریه. شهریوری. آره 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 آره. آره این دیگه داداش آره. بگاهی شد دیگه. آقا من دیگه دیگه بیشتر از بگاهی شد. شیخ مهدی هم که شهریوریه. آیدین تو چه ماهی هستی آیدین؟ کوروش هم شهریوریه. من داداش اوه اوه خوردادی اوه هم سلطان، من اوه کوروش هم اوه آیدین شهریوریه. خورد. کوروش هم شهریوریه آره. ها به به. مهراد تو چی؟ مهراد منم جان؟ من شناسی مردادم آجی. شهریورم ها. اوه اوه همه خورداد و مرداد و شهریور یا من کلا مردادم. ابوالفضل همه 6 ماها رو اول. گفتی دیگه. همه ولی ولی خورداد و شهریور یه همیشه مرداد و یه رنگ شهریور. دیگه ای داره. یه اغرب آبانی همیشه تنها میمونه. اوه بچه اوه یه حالا جمعمون آبانیه جمعه، آها. اجازه میدید من به آقا پیمان دنیا بگم یکم راجع آبانی. به کرونا برامون صحبت بکنه، توصیه های ایمنی رو بگه. داشتم این من یه چیزی بگم قبلش. بگو آقا بگو. این خانم ملیکا که این زیر قهرمان پوکره بله چرا یه دایرکت داد جیغ به من. نمیزنه؟
داداش اوکی کرد سلطان. اوکیه داره حل. انجام میشه. بله 100%. بله با من هماهنگ، من با آکوروش هماهنگ میکنم، همه چیش بقیه‌ش حله. خانم ملیکا قهرمان پوکره؟ بله تو دنیا مقام آورده. شما یه سر بایوشو ببین، اینستاشو ببین. داشتم این چرا نگفتید اول قهرمان شده تو پوکره دنیا تو که؟ پوکر. بله بابا. داداش تو دنیا اول شده که پس سلطان اینجا هم باید رکورد دنیا خانومو بزنه دیگه. قهرمان پوکر واسه پوکر که کاری نداره، یه بازی رو میبره رکوردو میزنه. خیلی بد ملیکا دیگه گیر کردی تو منگنه ملیکا بعد اخلاقی و شد موضوعات اخلاقی و منگنه اخلاقی و همه گیر کابل کردی گرفت بچه ها. ملیکا. برو ملیکا ببینیم. کابل گرفت، اگه جواب داد ببینید. نه ملیکا برو. جانم عزیزم یه لحظه از یه این ملیکا لحظه ایجاد کیسه نیست رو که با این شل بالا کن. بلرزه. ملیکا جانم عزیز کیسه رو جانم شل جانم کن، یه 12,000 یورو بکوب رو میز همین الان. داداش میز پوکره. ببین به من ملیکا به من ببین من مسیج ببین داده. عزیزم من صبر پوکر کن، این دندش با پلیرم منه. داری با ناصر جان اینستاگرام صحبت کردم، بله ازشونم آدرس بیت کوین رو خواستم و بله. آقا مطمئنا شما آقای امیر 12,000 تا تسلوش رو هم صبر کن. خودم سپورت میکنم هم مطمئنا از گروه های پوکر پلیر دنیا میخوام که ایشون رو سپورت بکنن. حالا ولی نمیتونم مبلغ بدم، شاید از اون مبلغم خیلی بالاتر باشه، ولی یه گروهی میخوام بسازم که بابا بیان و بهتر الان نیست. دونیت خودت بکنن ملیکا پوکر پلیر. و الان خودت چقدر میکوبی رو میز؟ اینو بگو. آقا به من گفته من مبلغ نمیگم امین عزیزم. جان من آقا من ناصر 50 جان میدم. اون من مادر مبلغ داداش میشه نمیگم، یه دقیقه شاید حرف نزنی شاید داداش، یه دقیقه وایس. نوشته خب همینو آخه. آقا من وایس بذار نوشتم میگه چقدر. دیگه. میگه بذار ناصر بچه من جان دلم، دمت گرم. ایمان جون من دلم بفهم. دریاست، اجازه بده. بگو داداش ملیکا بگو جون تو من من میخوام دایرکت دیگه برای حرف من نمیزنم. بفرست، تو دایرکت برای من بفرست چقدر میخوای بزنی. برای چی؟ بفرست تو برای دایرکت. شما بفرستم که آره بفرست. بذاری؟ نه نمیذارم، دلم دریاست. بگو من آقا چقدر بذار میخوای. امین، شاید نمیخواد بنده خدا اینجا بگه بابا. آقا مهدی یه لحظه. آقا چه فرقی میکنه داشت؟ بالاخره اول آخر معلوم میشه، اینجا اونجا نره داداش. مگه ما مثلا آفرین خواستیم دقیقا. مثلا بذار بگیم من اینجا دوست اونجا ندارم هیچ نره؟ وقت کاری رو که میخوام انجام بدم علنا بگم تا زمانی که انجام بشه حالا بره شما تو حساب بگو، طرف. لطف کن بعد بگو. حالا دمت اینجوری گرم. خیلی جون من بهتره. فاز شما من حضرت همیشه علی رو میگم بر همیشه داشت آدم ما نمیخواستم منظورم درست باید بود تو بگی. نسازم در سکوت خونه کارش رو علی. ادب اینو انجام بگو بده. بده. دمت گرم. باید تو سکوت آدم کارش رو انجام بده. حالا مهم شما بگو، نیست. دست درد کنه، این یه خب مورد. شما که به هر حال میفهمی ایمان جان، در هر صورت عددی که من بخوام بدم متوجه میشین چقدر اومده از حالا حساب توی الان بگو حساب ما یه بیت ذوق کوینه. کنیم. نمیتونم بگم. خب نمیخوام بگم. چرا نمیخوای بگی؟ ایمان گفتم جون ببین بسپارش به میخوام من، یه بسپارش به من، 2 دقیقه دیگه گروه برمیاد. دونیشن میخوام درست کنم برای پوکر پلیرها و امین، به آقای امین فردینم مسیج میزنم میگم. باشه ما فردا میفهمیم. مهدی بزرگی بیا بالا ببینم اون آفرین خدا هر میفهم. گوشی سرت عینکم چشت گذاشتی. مهدی، آقا مهدی رفتی نماز تو ها؟ نه الان میدونی مهدی چی بزرگی میگه؟ رفت نماز. میگه داشتم افطار الان سه نصف کردم. شب میگه کی منو نه بلاک نه کرده؟ داشتم من تو افطار واتساپ پی ام. درست میکردم. مهدی بیا بالا آره. مهدی. چی ببین میگفت خانم هیچکی، ملیکا میگه؟ ببین ناصر آزاد، جان. هیچکی بچهای شرکت نمیشه. شهاب، نه آقا نه شهاب، شهاب زد. آقا ایمان آقا شهاب، نوکر. ببین خوش حسابی ببین بچهای شرکت اینجوری هم داداش، اصلا شوخی ندارم برادر. آقا ایمان من خدا رو شکر میکنیم تو دوره‌ای به دنیا اومدیم که خوردیم به دوره امیرخان تتلو. تو نسل بله واقعا خدایی. دمت گرم. نوکرتم سلطان. خیلی آقا من فردا میتونم جان، یه چاکرم داداش. پیشنهاد بدم؟ شهاب پر به فردا زیر قیمت بهت میدم داداش. آخ. اینترنت من قطع شد، صدا قطعه. کسی حرف نه بزنه؟ نه آقا صدا نه همه داداش اصلا صدا اصلا صدا سکوت. قطع، صدا قطع، نه اینترنت شما آقا قطع. من صحبت نمیکنم. من صحبت کنم سکوت نمیگیره هیچ وقت. آقا من خب میتونم آقا یه نمیدونم. ایمان کی پیشنهاد دیگه داداش بدم؟ باید واریزی انجام بدی؟ میخوای سرچ کن بالا پایین رو ببین. جون مادر در دست من من یه نفر دیگه رو دارم الان اینجا بچه‌ها. به ایمان قرآن جان، قلابم همتون رو میگیره. ایمان جان من یه نفر دیگه رو دارم آهش من اینجا میگیرتت. معرفیش کنم داداش. چی اجازه بدید. آقا؟ یه نفر دیگه هستش اینجا که میخوام معرفیش کنم. خانم سلام عرض شد. خانم طلا. رفت نماز نه اینم حاجی. کابل فکر کنم. داداش خانم طلا مگه طلا همون گلزار. نه خانوم نه نبود که میشنوه رفته بود میشنوه. تو اون روم پویا مختاری پشت چرا کشتر داداش رو؟ همونه، همونی که میگم اه، ما یه مشاهده اصلا بی راک نده اینجا سوادیم. داداش.
داداش همونی که والا میگم ما یه مش داتیم ما یه آره مش بی بابا سواده. رفته بود پیش چوپوی نمیدونم اسبا رو میزد ناصرم. الان اومد اینجا که ناصر چی داداش، نه آقای ناصر برو بعضی موقع تو بابا. هم یک ساشا کارایی جان میکنی ها اجازه بده ناصرم. اول از اینکه داداش اومد به من مسیج داد داداش باشه گفت به تو سوء مسیج تفاهم دلیل شده. نمیشه که. نه گفت سوء تفاهم شده با ساشا جان، من ساشا رو دوست دارم، ساشا رفیقمه، چیه سلطان؟ دوستمه. هممونو گفته داشت، من بعد حرفاشو داشتم میشنیدم. پس دیگه طلا جان خودت الان دیگه از خودت دفاع، من نه دیگه اصلا حرف این نمیزنم. سمتا نیا داداش، بزن بره اون بر. دمت گرم. تمام. خب اینم از برنامه امشب سینمای تهران. اینم رفت شلنگ. آقا میذاشت لاغر خریدشو میکرد بنده خدا بد میرفت. دیگه آقا کسی که به دوستامون بیادبی کرده خریدم نمیخواد بکنه، ولش کن. دمت آقا گرم پول دمت. خریدشو تمام من میدم داداش. سلطانی آفرین داداش تمام آفرین. سلطانی. شد تمام شد اصلا اصلا تصویب شد نیست، انگار کابل رو گرفته. شهاب پر به فردا زیر قیمت داداش، جبران رفتش تو کنین خدا. قضیه گلزارو. خب دیگه بچه ها صحبتشو بیاین بیرون. آقای مهدی مدرس خسته نباشی برادر. آقای مهدی مدرس مخلصیم عزیز ناصر جون، خوبی؟ قربونت برم. مهدی بچه جون ها واسه اینکه یاشار، جو رو ناصر، هم امیر. وسیله استراحتی هم بکنیم، یه گلویی هم تازه کنیم، داداش یه دهن شما برامون میخونی، افتخار میدی آقا عزیز. شاکریم. اساتید اینجا ما چی بخونیم؟ من خواستم پیشنهاد مهدی جون بدم. میدونی که آهنگ گرفتار رو باید بخونی خودت واسه میخونم من هر چی که خودم. حال میکنی و آفرین بخون، بابا فرید و دمت فروغی گرم داداش من داداش. خودم گرفتارم، ولی یه پیشنهاد دارم، یه نه پیشنهاد نه باحال گرفتار دارم. رو بخون بعد پیشنهاد اونو من میخونم، خودم بگو. بذار من نصف شب پیشنهادمو بدم. ببین پیشنهادت چیه مهدی جون؟ بفرم. آقا ببین این الان 8000 نفر آدم این پایینن. اوکی. بله ما الان با بالایی ها فعلا کار نشوش. آقا 100,000 تومان چقدر میشه؟ چقدر میشه که یعنی به چه درد میخوره 100,000 تومان؟ با 100,000 تومان چیکار میشه کرد؟ آقا هیچی، اصلا آدم 20,000 فروشه تومن شما خریدارش بگو الان مهدی اصلا جان. من دارم اینو میگم، 100,000 تومان یعنی هیچ. هیچ بله. 8,000 نفر آدم اینجان. امیر این همه کار تولید کرده واسه این بچه ها، حال کردن، گوش دادن، لذت بردن. اگه 8,000 نفر نفری 100,000 تومان بزن میشه 800 میلیون تومان. 80 میلیون داداش میشه. داداش میشه 80 میلیون. 80. داداش میشه 800 میلیون. میشه 800 8000 تا میلیون. میشه 800 میلیون داشت 1000 میشه تومان. 800 میلیون. 100,000 عزیزان تومن، من. بله نه 100,000 ریال که. آقا 100,000 آره تومان گفتم دیگه. 100,000 تومان میشه 800 میلیون. بله بله بله. یعنی به عشق نفری چقدر امیر حساب نمیخوان کردی؟ بچه ها نفری نفری 100,000 100,000 تومن. تومان بریزن اونی که آره اون تو پایینن. همین سایت تتلو.co همین الان هم میتونن برن خریدش من بکنن. همینو دارم میگم. یعنی دمت گرم. آدمی که این همه آهنگای یه نفر رو گوش داده لذت برده 100,000 تومان نمیخواد بریزه. مهدی داداش اصلا 50,000 تومن، 20,000 تومن، 200,000 تومن، هر چی تو وسشه، هر چی تو آره یکی توانشه. شاید 100 چقدر دوست تومان داره، ولی نخواد خب بریزه داداش، 200 تومان داداش بریزه. یه یکی چیزی هم شاید حال من کنه بگم آقا 500 تومان مهدی، هیچ بریزه. منتی هم واسه این کار نیست که نه آقا امیر ما داده چون هنرمندیم. واقعا ببخشید ایشون به هر حال چند سال هممون خاطره داریم باش، خیلی عزیز من عاشق تا شدم، کی؟ خیلی فارغ شدم، آقا خیلی چه میدونم آقا موزیک متی یاد شیخ، ما گرفتم. تا کی بشینیم آهنگای کسی دیگر رو گوش کنیم پول ندیم؟ دقیقاً ما با این داداش. آهنگ داریم زندگی میکنیم، میریم پارتی میکنیم تو تنهاییامونه یه این ور و ما اون ور. یعنی واقعا ارزش نداره ما یه پولی بریزیم؟ داداش این واقعا میگم دیگه زشته اصلا به خیلی نظر هم من. ارزش داره، افتخارم واسه همون. خب مهدی داداش آقا دیگه یه یه نفر منطق باشه ببخشید دیگه. من عذر میخوام. جانم آقا سعید ناصر یه جان نفر سلام. عشقم سلام قربونت برم. یه نفر به من مسیج داده زده ما تو سایت که میریم یه ذره گنگه برامون خرید کردن، یه زحمت بکش کسی که با سایت آشنایی داره یه راهنمایی همینجوری بگه کسایی که پایینن بله بدونن چه جوری باید خرید کنن. آقا ممنونم. کوروش آقا من در یزدان. خدمتتون هستم. ببینید اولا مراحل سایت خیلی فوق العاده ساده است. چه ویدیو یه بذار لحظه کوروش. من عوض کنم. فکر کنم الان درست شد. آقا مهدی بزرگی از نماز اومد انجام، حاجی واتساپ بهم پی ام داد داداش. اوه آقا مهدی بزرگی اگه صحبت میکنه من وایسم بعد صحبتش. مهدی بالا نیست اصلا، بالا مگه؟ آها اوکی. با من الان تو واتساپ صحبت کرد حاجی انجام. خب دوستان در رابطه با وبسایت بهتون میگم که یه اکانتی رو باید توش باز کنید، مثل هر اپلیکیشنی که بخواید توش وارد بشید یه آدرس ایمیل میدید و برای خریدم تمامی گزینه‌هایی که اونجا نوشته شده هم فارسی هم انگلیسی داره، هر کسی میتونه به راحتی بخونه و ادامه بده. بهترین کاری که میتونم بهتون بگم هر کس هر مشکلی داشت میتونه به پشتیبانی چت آنلاین یه پیغام بده بگه که میخوام خرید انجام بدم یا هر کاری که میخواد بکنه رو. ما تقریبا 20 نفر داریم اونجا که لحظه به لحظه اصلا شده اسکرین شات بهشون بدن کمک میکنن تا به اون خرید کامل برسن.
بازم میگم هر چیزی باشه، اگه سوال خاصی باشه اینجا بپرسم، من جوابگو هستم. اگرم که حالا دسترسی نباشه 100% توی هر لحظه شبانه روز توی وبسایتمون چت آنلاین رو باز کنن، چند نفر هستن که جوابگوشون هستن و به راحتی کمک میکنن که خریدشون تکمیل بشه. ما فقط تنها ضعفی که توی این پروژه داریم نبود پیپال برای واریزی خارج از کشور، که اونم یه سری تدبیر براش دیدیم، یه سری برنامه‌ریزی‌ها از طریق خود کمپانی یونیورسال و اینا داریم میکنیم که کلا بتونیم یه مستر کارتی رو اونجا استفاده بکنیم که هر کسی یا هر کشوری بتونه تو لحظه آنم واریز بکنه. عمو کوروش ببخشید، الان یه آقای آه. یزدان هم اینجاست، یه آقای به نام آقای تبریزی الان داره صدامونم گوش میده از آمریکا، $500 میخواد بزنه، میگه من راحتم وسترونیوم بکنم. ببینید من میتونید یک پیپال هم همین الان میتونم بهشون بگم خب من که الان بخوام پس بزنه. بگم به اینستاگرام خود همین الان چون میخواد بزنه، من گفتم الان همین به الان بچه‌ام میتونه به من اصلا من اگه همین شما الان میگم به واتساپشون برید اینستاگرامت مسیج واتساپ بده با بزنید. پیپال اوکی کنی. مرسی آقای اوکی. تبریزی. دوستان من با اجازه آقای یه چیزی رو اضافه کنم تو صحبتش راجع به سایتی، که دوستانی که میخوان برن ثبت نام کنن عضو شن و هر خریدی یا هر تیکت بلیتی هر چیزی رو اونجا خریداری کنن، باید حتما شماره کارت، مشخصات کارت، حساب بانکیشون مثل اسم و فامیل اون اکانت و اون ایمیلی که باز کردن باشه، همش برای یه نفر باشه. بعضی هم که به مشکل میخورن سر همین داستاناست که نمیدونن. باز همونطوری که آقا کوروش گفت میتونن به پشتیبانی وبسایت تیکت بدن، آنلاین چت کنن، بپرسن، راهنماییشون میکنن بچه. و یه یه چیز دیگه درخواست هم باز من بگم دارم، در میتونی رابطه اینو با تو استوری پرداخت پیج تومانی، ریالی یا تومانی که میزنن پرداخت برای همه هستش. یعنی مشکلاتی که حالا بچه‌ها خیلی اطلاعات دارن راجع به این قضیه، به خاطر درگاه‌های بانکی از داخل خود ایرانه و باید بعضی وقتا حوصله کنن، چون خیلی وقتا باید 2 دفعه 3 دفعه امتحان کنن برای پرداخت و این مشکل از درگاه بانکی ایرانی که دوست نداره پول از ایران خارج بشه کلا، یعنی رو حسابای درگاه بانک همتون میدونید این مشکل برای همه هستش، مگر اینکه ما بتونیم یه آپشن بذاریم که کارت به کارت مستقیم تو ایران باشه که هیچ موقع نمیتونیم بکنیم. کارتمون رو همینطوری هم میزنن، حسابمون رو مسدود میکنن و هزاران مشکل داریم. بله سکوت نگیره رومو. خسته نباشید. ناصر جون من سلام. میخوام این دوستمون که آقای دین گفتن رو پیدا کنم، بله آقای اماد فکر کنم، درسته؟ کوروش آقای آره تبریزی همین الان من اینستاگرام 400,000 تایی تو رو براش فرستادم که الان با تو اوکی کنه، همین الان میزنه. تمام. اوکی دارم چک میکنم پیداشون کنم. آقا تبریزی ببخش از تورنتوه، الان کوروش جون صدای شما رو میشنوه و منتظرته که این $500 رو بزنی. دمت هم گرم. پول آیلارم نشست به حساب پیمان، من حالا با یزدان امیر خان گفتم اونم هماهنگ آره کنه. فرستادم، متوجه شدم. آره اونم نشست داداش. دمت گرم آیدین جون، مرسی. آقا وظیفه است، نوکر من که مرسی داشت کاری آیدین، کارش امروز داداش از چاکری صبح کلی زحمت کشید داداش، کمکتون مخلصیم، کردم. قربونتون برم. دلم خیلی تنگ شده واسه دو بیتیا آیدین جون. حالا انشالله بعداً میام خدمتت. چای. امیر داداش کجا رفت؟ خب مهدی مدرس داداش قرار بود بخونی مشتی تموم، امیر موضوع خان عوض شد کلا. تو پارک تلفنشون. مهدی مدرس برادر، نه مهدی با کاره که همیشه آنلاینه که. داداش من چی بخونم عزیزم براتون؟ من جسارت گفتم نمیخونم. مشتی بابا به هر چی که حال میگه، فریدون فروغی یا عارف، دمت گرم، یا از داشتم یا از خودت، هر چی که حال میکنی دیگه داداش دیگه. چی آهنگای خودت هم بخونیم خیلی عالیه. فریدون فروغی باحال بود، عارف باحال بود، حتی شمی میتونی آهنگای خودت رو میتونی، هر چی که حال میکنی، صدات عالیه. آقا مهراد که خون برامون کلی حال کردیم، حالا نوبت شماست. باشه عزیزم میخونیم یه دقیقه دیگه. بله تا آقا این یه یاشار دقیقه داداش الگوریتم رو یاشار بده. جان، تو این یه دقیقه عزیز دلم یه الگوریتم بله بگو بعد تا حتما. مرسی از آزاد همه دوستایی که اومدن تو رو، ما رکورد رو زدیم، داشت امیر رو کردن 100K. مرسی از ساپورتتون، تمام رفیقایی که اومدن پرداخت کردن. لطفا ما مدیریتور رو فالو کنین. اگه الان تو گروه هستین هنوز ما رو فالو نکردین، حتما به واسطه یه شخص دیگه که توی اتاق اومدین اتاق رو دیدین، اگه سری بعد ما اتاق بزنیم اون شخص نباشه شما دیگه روم ما رو نمیبینین. برام حتما ما رو فالو کنین. اون بالام کلابمون و یه عکس خونه از پارتی، اونم حتما فالو کنین چون دستا لیمیت به فالو
کلابه که ما شما رو هم بیاریم بالا و الان همه دوستان دور همین ممکنه یه بار دیگه فردا جدا جدا اتاق بزنیم، مثلا امین فردین جدا حاشیه بزنه، نمیدونم دنیا جدا موزیک بزنه، هر کدوم از همه بچه‌ها، ناصر، شیخ متی، کوروش، موسا، خود داشت امیر اصلا با تتلیتیاش فقط اون بزنه، یزدان، خانم ملیکا، پایین ساشا هست، مهراد جمع، سعید گنجی، مهدی مدرس، داش آیدین، اینا همه بچه ها اتاق میزنن جدا. ماهان و سعید بله همگی بله، داداش. حتما همه رو دونه دونه فالو کنین، چون همه ما الان اینجا با همین جدا جدا هم روم میزنیم، برای همین حتما همه رو فالو کنین. کلاب هم که اون بالا عکس خونه رو گفتم خدمتون. مرسی، ممنونم از همه. برو داشت بچه‌هایی هم که تو قسمت اسپیکرن همه رو فالو کنید دیگه. بچه‌ها همیشه با ما همراه بودن و هستن، یعنی هر جا که ما هستیم بچه‌ها هم هستن، هر جا هم که بچه‌ها بودن ما هم هستیم. کلا یه تیمیم، یه گروهیم، همیشه روم میزنیم. همه رو فالو کنید. خب آقای امین فردین، چند هزار نفر رفت و آمد کردن؟ به 100,000 نفر رسیدیم عزیز. والا عرض میکنم الان خدمت شما که آقا ما شدیم 2 تا الگوریتم. دقت کردید؟ یه دونه یاشاره، این به بعد یه دونه امینه. 27878 نفر به صورت منحصر به فرد، میانگینم 29 دقیقه تو روم بودن. در حال حاضرم 5900 نفر توی رومن، 77 نفرم روی استیجن. بله. تایمش چقدر بود امین؟ کلا 150 دقیقه از روم زده شده. یا شما چون الگوریتم شماره 1 رو بفرمایید. الگوریتم گفت دیگه داداش، دیگه خیلی خیته دیگه دوباره پشتم. فردی جان بله من نبودم. الگوریتم حرمت داره داداش. آقای امین ناصر حالا من با توجه به پاندمی کرونا واقعا دوست دارم یه واتساپ تو چک کن. آقای رو دکتر چشم تو در حد یه دقیقه کم راجع به کرونا ما بگید، وضعیتش چجوریه، واکسن اینا بگید کوتاه به دوستان در جریان باشیم اوضاع احوال چطوره. من خودم که واکسن کرونا رو زدم، پیشنهاد میکنم بزنن. البته امیر جان گفت من نمیزنم، ولی اگر میتونید بزنید. آقای دکتر توضیحاتی هم بدن ممنون میشم. سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه مدیریتورهای محترم که بیشترشون رو از قبل میشناسم، امین، یاشا، ناصر و شیخ مهدی، و خدمت امین تتلو که خیلی خوشحالم که همکاریشو با سایت های قمار قطع کرده. من خودم از طرفداراش بودم و خاطرات خیلی زیادی با آهنگاش دارم. خود منم مبلغ 50 یورو، حالا به هر حساب پیپالی که بگید، به خاطر این کار خوبی که ایشون کرده بود. در مورد کرونا من اینجا فرصت می‌کنم چون همه اینفلوئنسرها هستن، خواهش میکنم که مردم الان شما چون همتون فالوورای زیادی دارید، مردم میشنوتون و از صمیم قلب دوستتون دارن، خواهش میکنم یه ذره همین تو ایران فاصله گذاری اجتماعی و ماسک و همین دوتا کار رو رعایت کنیم. یه مقدار فکر میکنم کمک کرد، چون کادر درمان واقعا خسته است و مرگ و میر زیادی الان در انتظار کادر درمانه و واقعا دیگه داره کلپس میکنه. در مورد واکسن هم که شما فرمودید، هر واکسنی، من اینجا دارم از این تلفن استفاده میکنم به خود مدیریتورها و تمام شنونده، هر واکسنی که زیر دستتون رسید، آسترازنکا یا واکسن روسی، چینی، مدرنا، فایزر، هر چی دستش اومد بزنید. و از نظر علمی که ما بحث‌های زیادی کردیم تو جای مختلف، به این نتیجه رسیدیم که این بهترین راه حلی که ما بتونیم انشالله که این پاندمی رو پشت سر بذاریم و همه بریم زنده کنسرت امیر تتلو تو ترکیه. خیلی ممنون که وقت من مرسی دکتر پیمان، دمت گرم داداش، دستت هم درد نکنه. خیلی ممنون بابت اینکه خرید کردی. دکتر آلمانه. آقای دکتر، من عرض ادب میکنم خدمتتون. از طرف امیرخان متاسفانه الان نیستن. اشکال نداره، من نشدن، مشکلی خواستم نیست، من دوستاش همه سلام رو کنم. میشناسم. امین رو خواهش میکنم سلام منو بهش برسن. خیلی ممنون. بله دستت هم درد نکنه دکتر. آقا کوروش ببخشید جان. تو هم خسته. یه آقای دیگه هم الان اینم 100%، اینم من برات فرستادم، براش فرستادم پیج 420 تو، اینم کارشو را بندازی ممنونت میشم. اسمشونو میگی؟ بگو اسمشو که بخونه. آره الان بهت میگم، ببخشید یه لحظه. انقدر دایرکت ها آقای زیاده که احسان مطلبیه، الان به پیج 420 من دایرکت دارم داری. همین لحظه نگاه میکنم، هر همین لحظه که دکتر تلفن احسان میزن. خودمون یا نه؟ نه یکی دیگه است. یکی دیگه است.
اوکی، من دارم همینطوری نگاه میکنم. هر لحظه که بیاد دمت گرم. الان پیغامشون صدامون هم جواب میدم. 100% میشنوه. آقای اسلام اینو هماهنگ کن که با کوروش، چون پیپل میده راحت میزنی. دمت هم گرم. شمیر رسی که اومد. من اومدم. بله آقا آقا دکتر پیمان جان. منم جان. میخوام 100 € بدم از طرف خودم و گروه وی آی پی. دمت گرم مهراد جون، دست درد نکنه. 100 به یورو کی هم داشته. بزنم؟ مسیج بده به کوروشان. در کوروشان. خدمتم، به پیغام بدید لطفا. بازم ببخشید کمه باز. داداش دمت گرم، همین قدم دمت گرم، دستت هم درد برای تو نکنه. بشم. امیر جان اگه داداش امین جان دکتر بخواد یه دونه از مدالای جهانی من میدم بهشون اگه دوست داشته باشم. دیگه داداش سلطان اونو من دیگه بکنم. در چیزتون نبودم، کی بود داشت حرف میزد مدال؟ مهران. مهران بود، قبلش هم دکتر پیمان بود. آقا مهران شما سلطان شما فرقی نداره داداش، مدال گردن شما باشه یا دست ما باشه، مهم داداش اینه من هم که عشق منی 100 € هم میزنم یه موزیک تاج و سری دمت عشق گرم منی و داداش، اگه دوست دمت داشته گرم. باشی یه دونه از مدالای جهانی من میدم بهت داداش. قربونت ستون، مرسی همین که داداش. مدال شما گرفتی دست شما انگار دست ماست، فرقی نداره که. فدای تو بشم داشم. همین که ما بعد رفیقمون قهرمانه، هموطنمون قهرمانه، پوزشو میدیم. آقا ما هم پوز شما رو همه جا میدیم سلطان. تاج سری دمت گرم، مرسی هم محبته. مرسی مهران جون. امیر فدای تو داداش میشم. قبل از مهران هم دکتر پیمان صحبت کرد. 1000 یورو هم مثل که دکتر پیمان درسته من دکتر؟ 50 یورو گفتم خدمت امیر آها ناقابل. 50. آها فکر من کردم. عذرخواهی میکنم. حالا چاکریم. البته حالا چون گفتی 1000 میکنیمش 100 یورو که دیگه آره کمتر دیگه. از اون آره. و امیر جون ازت تشکر میکنم به خاطر قطع همکاریت با سایت های قمار. من خودم یکی از طرفداراتم. از این تریبونت هم استفاده کردیم. ما یه چند تا پند کرونایی دادیم با اجازت. دمت و گرم دکتر جون، خیلی و ممنون من از با آهنگات حمایتت. خیلی خاطره داریم و بدون مردم هنرمندای خودشون دوست دارن. تو هر شرایطی که باشه، اونایی که تو قلبشونن در هر شرایطی تنها نمیذارن. اینو مطمئن باش. تاج سری دم شما گرم، ممنونم ازتون. دکتر پیمان قبلش داشت امیر یه سری صحبت ها کرد راجع به گیاهخواری، چقدر هم قشنگ گفت. من خودم شاید گیاهخوار بشم، معلوم نمیکنه، ولی حالا من دارم نشینم بهش بگم فکر دوباره میکنم. ما هم بشنویم. چشم. آره گفت اول گوشت قرمز حذف کنی، بعد مرغ رو حذف کنی، بعد ماهی و میگو رو. آقا کوروش، آقا کوروش ناصر، جانم. آیدی امیر چند بچه چند تا باهوشی. من دوستان اینو اینجا خیلی هستن، بچه هی با آقا باهوشی. کوروش الان آنلاینه، میخواستم بگم آقا کوروش این خانم دکتر شیبا هم الان برای شما یه دونه پیپل میزنن. بی زحمت من گفتم آنلاینیتون ببین خیلی. نفر قبلی هم هنوز پیغام ندادن به من من. آره. پیغام دادم کوروشان الان من پیغام دادم بهتون مهرانم. نه مهران رو نه نمیدونم. مهران نه، احسان. آها، آقا مهران الان پیغام برای شما رو احسان من دیدم، ولی این آقا دکتر احسان رو پیدا نمیکنم. دکتر شیوا الان برات نوشتش. آدین اینستای اونا رو بفرست واسه کوروش بزنه آخه ساناز. خیلی اونجوری کوروش گیج میشه، ولی اون اینستا کوروش رو میفرستم برای این دوتا، اینا اینجوری راحت ترن. ببخشید. من یه چیز دیگه هم بگم امیر خان، خیلی عذر میخوام. یه خانومی بودن، خانم شبنم، چون تو آلمان بودن نتونسته بود جابجا کنه، ایشون 200 یورو برای خرید آنلاین کنسرت زده الان به کارتی که من برای پیمان گذاشته بودم. الان 700 یورو تو اون کارت هست، یه 500 آیلار، یه 200 این خانم شبنم زده الان. اوکیه. دمت گرم دمتون آیدین گرم، جان. دمتون گرم. مرسی. خانم شبنم این 200 یورو گفت برای کنسرت آنلاینه. من این الان 700 تا با یزدان حساب اینو داریم. دمتون گرم، خیلی ممنون از مرسی شبنم همگی. خانم، دستتون درد نکنه. چه خبر دیگه، خودتون خوبید؟ دوستان من معذرت میخوام فقط اینم بگم که کسایی که پیپل میزنن لطفا عکس ترانزکشنشون برامون بفرستن حتما. صدای داش کوروش انگار از فضا میاد، دیدی صداش فضاییه. آقا پرنده مهدی قرار بود بخونه، رفت یه دقیقه آره بعد بیاد داش مهدی بخونه. کلا ما رو فراموش کرد. داشت مهدی امنه به من 2-3 شب الان قول داده بی‌معرفت یه بار نه خون. نه آقا ما در خدمتیم داداش بچه. برو. خیلی باحال. نه من خودم ناصر جون، یاشار جون، فردا توی پریوات بهتون میگم که چقدر واریز میکنم. آره. دمت گرم مهدی جون. نه واریزی رو نمیگیم، خوندن رو داداش. واریزی رو دمت هم گرم، نه دستت اون هم که درد. میدونم، میخوام بخونم، گفتم اونم بهتون میگم. آی قربونت برم، برو داداش.
خاطرت باید که آن شب از جنگل ها گذشتیم، بر تن سرد درختان یادگاری نوشتیم. با من اندوه جدایی نمیدانی چه ها کرد، نفرین به دست سرنوشت تو را از من جدا کرد. بی تو بر روی لبانم بوسه پشمرده گشته، بی تو در این زندگانی قلبم آزرده گشته. بی تو ای دنیای شادی دلم دریای درد است، چون کبوتر های غمگین نگاه ما درد است. ای دلت دریاچه نور، گر دلم را شکستی خاطراتم را به یاد هر جا بی من نشستی. بابا به به شما گرم. آقا ماشاءالله. مرسی عالی بود خدایی، دمت گرم. مهدی داداش بازم برامون بخون، خدایی صدات عالیه داداش. من به به خودم آقا طرفدارتم. مهدی، چه گیتاری میزنی ماشاءالله، هزار ماشاءالله. چه گیتار تمیز و قشنگی، دمت گرم، چه بعدت انگیزون صدایی دوست کردی. داری قربونت صدا داداش. تو که خب این ولی خب چاکرتم گیتار زدن تو داداش. اولین نه بار بود فار میشنم. میزنم، من اصلا گیتار سال هاست نزدم، همینطوری از سر کلاب هاست شد گیتار رو گرفتیم دستمون یه فوت کردیم رو بابا خاکش بره. اذیتمون نکن نه مشتی به قشنگ. جون امیر، به جون امیر باور کن مثلا گیتار بلد نیستم بزنم، همینطوری میزنم که فقط بتونم بخونم، همین والا در همین خیلی حد. زیباه، خیلی زیباه، داداش من دمت خاک گرم، پاتم. دمت گرم فدات. آمد. آقا بچه ها هی دارن سورپرایز میکنن ما رو. مهراد هم واقعا خیلی قشنگ خوند، پشمام ریخت. خب سیدی رو بشکنه که میدید بیرون امیر. داشت من هستم، من نمیدونستم اصلا مهراد اینجوری میخونه، الان 2 دفعه تو کلاب هاوس خونده، من اصلا سورپرایز شدم. هستم مهرادو. آره خدایی. آره بابا ولی خوب میخونه. امیر واقعا من یکی از بهترین فیتایی که تو ذهنم مونده آهنگ گرگه. اصلا خیلی خوب بود این فیتش. نمیدونم این چی شد این یه زد به ذهنت این آهنگ. داشت این گرگ آهنگ قدیمی من بود، اون موقع هم با رضا و با حسین ابلیس فیتش کردم. این سری میخواستم یه فیت باحالی باشه به نظرم. توی رپرها تنها کسی که تونسته اون پرستیژ خودش و اون گنگی خودش رو هنوز حفظ کنه به نظرم سهرابه دیگه، خدا وکیلی. چون بچه های ذره قاطی بیزینس شدن، این کار لامصب عین بند تومونه، یه دقیقه ولش میکنی در میره. بچه های ذره قاطی ارزم به حضور بیزینس و خانواده و اینا میشن، از فضا دور میشن، ولی تنها کسی که الان فضاش هنوز همون جوریه سهرابه. سهراب هم انرژی خوبی داد دیگه، موزیک تکمیل شد دیگه. خیلی خوب بود خدایی. من خودم همیشه تو ماشینم میذارم، مخصوصا شبا موقع رانندگی من این آهنگو میذارم، خیلی حال میکنم باش خدایی. دمت گرم، به خسته نباشید میگم. تاج سری تاج سر، اما همین. کوروش داداش، داش امیر به چاپ کوروش میگی به من مسیج جانم داداش. یه توضیح بدید ممنون میشه. بابت چی برادر؟ گفتن که این 10 نفر برتر چیه داستانشه، توضیح.
در نفر اول هنوز مشخص نشدن قشنگی. حالا تا در چه نفر ترمی؟ اول الان آقا ناصر الان سقفمون یعنی کمترین مبلغی که میشه واردش شد 25 میلیون فکر کنم. آره بله 25 میلیونه و کمترین مبلغ 25 میلیونه. بالاترین مبلغمون هم که دست خانم 233 میلیون. دنیا و ساشاست و ساشا بله و و ایمان. آقا ایمان. بله بعدش هم که خود آقا ناصر نفر چهارم. ما چاکرتیم آقا. تاج سری اینجوری بله دیگه خب چه خبر؟ شما رو پلی باشه. کنیم. ایدی رو بشکن. آره پلی کن دنیا جان. من پلی میکنم الان. یه شما هم لحظه. پلی کن لطفا مهراد. من چشم چش. چی شد؟ هر موقع آماده بودی بگو دیگه داداش. همه رو دونه دونه حتما فالو کنید. امیدوارم کسی که جا انداخته باشه. خانم سپ سپ در مورد زنان میذاره. همه رو حتما دونه دونه فالو کنید. یه بالا عکس خونه است، کلاب پارتی، اونو حتما کلابمون رو فالو کنین تا اینکه ما وقتی اتاق میزنیم شما متوجه شین و سریع بیاین ما هم شما رو بیاریم بالا و بتونیم از صحبت‌های شما هم استفاده کنیم. مرسی. دکتر پیمان همدیگه رو جان میک بزنیم. انداختی که آقای دکتر هم راجع به موضوعات کرونا اینا خیلی بله داش امیرم میشه یه بار الگوریتم بگه. یاشار جان ببخشید الگوریتم یاشار جان من یه عکس گذاشتم پروفایل